خود شما هم موقعی که مثلا یه مخالفتی دارید راحت میگید دیگه. برای همینه که ما یعنی تو این محفل فکریمون وقتی قائل به رهبری فردی و دستوری کاریزماتیک نیستیم، باعث میشه همه به عنوان شهروندی عادی بتونیم همدیگه رو تصحیح کنیم یا به همدیگه نقد کنیم و چه میدونم مثلا ساشا به نظرش میاد میگه تو جایی به یه کسی مثلا پرخاش کردی، پرخاش طوری بوده که بعدش که فهمیدی طرف براندازه ازش معذرت خواهی نکرد. راحت به من میگه. اگه من آدمی بودم که انتقادو نمیپذیرفتم، شما هم اینقدر راحت نبودید که راحت به من بگید. منم راحت بهتون میگم دیگه، چون میدونم شما هم میپذیرید. در واقع ما یه گروهی هستیم که هر کسی یه شهروند مستقلی میپذیره. فقط هم فکر نمی‌کنم از همدیگه بپذیریم، از بقیه هم میپذیریم. کسی بیاد نقد کنه، همه تک تکی شهروندای مستقلی هست، هر کدوم دیدگاه متفاوت و متنوع خودمون رو داریم. حالا من نمیدونم بچه امید گروهی داشته، اتاقی داشته در مورد جواد روحی و اعدامش صحبت بکنه، یا احتمالاً فکر کنم لایو یوتیوب خودشو داشته در این زمینه؟ کسی اطلاع داره؟ من نه اطلاعی نداشتم ندارم پیام. ولی خودش میخواد صحبت کنه. امید جان درود بر آها، تو، بگو. عالی، بفهم. درود پیام جان، درود بر همه دوستان عزیز که خب نمیشناسم، ولی درود بر همتون که حالا خب به یاری خدا میشناسیم. بعدن فردا برنامه دارم، برنامه هفتگی من برای فرداست، ولی چند تا پست گذاشتم برای جواد روحی و خب خیلی جالبه. این بچه قرآن انداخته آتیش زده، بعد این اپوزیسیون هم حالا چون مرده پشتش قرار میگیرن، ولی اون ماهیتش رو میخوان سانسور کنن. اینم در نوع خودش خیلی جالبه که یعنی نمیخوام بگم این آدم اسلام ستیزی کرده. ببین ما یه فضایی رو داریم، حالا من البته کوتاه صحبت میکنم چون فردا یه 6 7 ساعت برنامه دارم، ولی خب هستم حالا تا اونجایی که بشه، چون بیشتر دوست دارم آشنا بشم تا اینکه بخوام حرف بزنم. بحثی که وجود داره اینه که یه فضایی هم تو فضای سیاسیمون، هم تو این فضای کلاب که واقعا این فضای کلاب یک فضای بسیار مبتذلی هم هست. از چند دسته، یه دسته افرادی هستن که خب با هدف اومدن نوار خالی پر کنن. حالا من نمیدونم اجازه دارم اسم بیارم یا نه، مثل آقای مدرسین. اگه اجازه ندارم بعد راحت مدیره بدون بگم. هیچ محدودیتی برای آزادی اوکی. بیان. ببین یه دسته مثل این آیه مدرسی و اینا مثلا میان و نوار خالی پر میکنن. یه کاری که میکنن گستردگی بس، یعنی مثل یه دسکتاپ کامپیوتر صدها فایل باز میکنن و هر فایلی هم یه توکی میزنن و با وقت رو میخوان. یعنی چون ببین این فضای کلاب یک خطری که داره، زمان زیادی میگیره. یعنی شما بخوای بیای ببینی چه خبره، فقط ببینید چه خبره تو کلاب، بعد بخوای بری بیرون چند ساعت وقت یعنی میره. یعنی حداقل باید 2-3 ساعت وقت در بهترین حالت بره. این بهترین حالتشه. در حالتهای عادی هم تا جایی که من فهمیدم 5-6 ساعته. من هنوز انقدر تو کلاب یاد نگرفتم که مثل شماها لایک اینا بدم. بلد نیستم که چیز کنم، مثلا از این شکلکا در بیارم اینا. چون اصلا این فضا همیشه دور بودم و من نزدیک 1 سال یعنی من سال یعنی 1-2 ماه قبل از مهسا امینی من اولین بار وارد کلاب شدم. یعنی تا اون موقع من کلاب رو یعنی از سال 400 که راه افتاد تا 1 سال و نیم من مقاومت کردم، اکانتی نداشتم، چون خیلی وقت میبره. یک دسته اینجا مثل این مدرس که برام ثابت شد به هر حال ازش یه آتویی دارن، اینا وظیفه دارن 7-8 ساعت مثل ایشون 2 تا ادمین دیگه هم مثل این که هستن. خب اینا وظیفه‌شونه که یه چیزایی حرفای ویترینی بزنن. دقیقا همون کاری که آقای رضا پهلوی توی 44 سال گذشته کرده. یعنی حرفایی که ایشون میزنه همیشه یک بخش حرفای ویترینی. حالا من 1 سال با خودشون خب در سال 2012 تا 13 کار کردم. خب همه اصلا از اول خب همه بچهای ما اینا جزء مشاوران اصلی ایشون بودن، ولی مسئله اینه که آقای رضا پهلوی کل این سالا ویرتینی صحبت کرده. اینجا هم همینه. یک دستشون این هستن که در مورد مسائل خیلی بیخود میان تایتل میزنن. من همیشه اینو گفتم، مثل این میمونه که پتومت رو شما بیاید مثلا میخوان یه مبل از خونه از اتاقشون ببرن بیرون و سپس این مبلو که میخوام ببرن بیرون دیوار رو خراب میکنن میبرن. بعد آقای فرید مدرسی تیتر میزنه تایت. من میگم بنده خدا آقای مدرسی ایشونو به عنوان سمبل قضیه دارم میگم، چون نمیشناسم افراد کلابو. دیگه شماها حتما بهتر میشناسید دیگه، اینو تعمیمش بدید به اون مدیرانی که اینجا از این جور اتاقا میذارن، چون من نمیشناسم. این بنده خدا دم دستمه، من به عنوان سمبل قضیه میگم. بعد ایشون تیتر میزنن یا تو این اتاقای کلاب این تیتر رو میزنن که آیا پتومت
بهتر بود که بیان این مبل رو باز بکنن و از در اتاق ببرن بیرون تا اینکه مثلا دیوار رو بشکنن. من همیشه گفتم در مورد چیزایی بسیار واضح و بسیار روشن و البته مسخره بحث آکادمیک خودش حماقته و اینا یک هنری دارن در مورد بحث پوچی به مانند حجاب خب مشخص داستان چیه، ولی اینا میان بحث حجاب و چنان آکادمیکش میکنن و بحث اسلام و چنان میبرن توی قالب اسلام عرفی، اسلام سیاسی، اسلام سنتی، یه هر چیزی رو میچسبونن دیگه. اسلام چه میدونم روانی، اسلام در حقیقت طبیعت، همه چیز رو میچسبونن، از اسلام سنتی تا عرفانی شاخ و برگ میدن، به خصوص جریانات روشنفکران دینی. اینا یه بخشن. یه بخش دیگه هم افرادی هستن به غایت اراذل که عموم این افراد اراذل به 2-3 بخش تقسیم میشن. یه بخششون جمعیت پانکورت هستن و تجزیه طلبن، یه بخششون هم متاسفانه اینا هواداران سنتی پادشاهی هستن. من خودم به عنوان یک دو آتیشه پادشاهی خواه که رضا شاه و محمد رضا شاه رو قلبا دوست دارم، رضا پهلوی رو هم نمیتونم دوست داشته باشم چون 44 سال هممون رو سر کار گذاشته و تو زمانی که من تو ایران میگشتم یه موبد زرتشتی پیدا کنم که منو مثلا هم زرتشتی کنه، هم عروسی منو همسرم، شما میتونید یه سرچ کنید عروسی منو همسرم 12 سال پیش توی یوتیوب بارگذاری شده، عروسی ما رو ببینید که اولین کسی که اصلا تو ایران عروسیشو پخش کرد و ما یک عروسی کاملا زرتشتی و گواهگیری گرفتیم. حالا این عروسی آریایی 2-3 سال مد شده. ما مثلا تلاش کردیم که عروسی زرتشتی بگیریم، برای آقای رضا پهلوی تو واشنگتن دنبال آخوند گشته که عروسی اسلامی بگیره، عکساش هم هست شما بگردید. ایشون اول یه عروسی مدنی کردن با خانم یاسمین پهلوی و یه هفته بعد رفتن عروسی اسلامی. خب این آدمو من نمیتونم هیچ وقت قبول کنم با مدل حرف زدنی که داره میکنه، اکت سیاسی که داره میکنه، انگار همه چی گل و بلبله و ایشون میخواد در قالب یک نقش دیپلماتیک سازمان مللی مثلا نظریاتش رو بیان کنه و اصلا این مدل سخن گفتن در این شرایط به درد هیچ کس نمیخوره، به درد ما مردم ایران نمیخوره. هواداران ایشون متاسفانه یک بخشی از اون طیف اراذلی هستن که هیچ علاوه اخلاقی و از نظر شخصیتی و روانشناسی تفاوتی رو شما با هواداران آقای خامنه ای نمیتونید اینا رو قائل بشید. یعنی شما هواداران خامنه ای هم همه اتفاقات میفته که بخوان توجیه کنن خامنه ای رو، دقیقاً از همون مدل توجیهات، چون من ساعتها هم صحبت‌های رضا پهلوی رو تو برنامه‌ام تو این 12 سال تحلیل کردم، هم خامنه‌ای عین هم هستن. یعنی یه شاخصه‌ای که آقای خامنه‌ای داره و آقای رضا پهلوی هر دو مسئولیت ناپذیرن. یعنی خیلی راحت هر چی میشه میگن ما گفتیم، بکنید، انجام بدهید، اتفاق بیفتد. هیچ وقت نمیگه آقای خامنه‌ای که من به عنوان رأس نظام انجام دادم، من این کار را کردم، این اتفاق را رقم زدم. همیشه میگه رقم بزنید. یعنی این مدل آیه خامنه‌ای. رضا پهلوی هم همینه، تو اپوزیسیون همیشه میگه، حالا من سخنرانی دیشبشون که البته مصاحبه بود گوش نکردم هنوز، ولی اون یکی تو لس آنجلس خیلی جالب بود. آقای نادر رفیعی که صاحب تلویزیون امید ایرانه، ازش میپرسه چرا ما تا الان نتونستیم یک جریان جدی باشیم که آمریکا رو ما حساب کنه. خود این سوال از نظر ملی شرم‌آوره. شما به جایی که یه کاری بکنین مردم ایران روتون حساب کنن، دنبال این هستید که آمریکا روتون حساب کنه. این خودش واقعا شرم‌آوره. و نکته دوم اینه که حالا رضا پهلوی پاسخی که میده شرم‌آورتره. میگه اینو از من چرا میپرسی؟ اینو شما باید از فعالان سیاسی بپرسید. من نپرسید. یعنی من همه بدن تو این اپوزیسیون، من اوکی ام، من کارم درسته، همه مقصرن الا من رضا پهلوی. در حالی که تو هم در رأسی، این آقای خامنه ای که در رأس وقتی که اتفاق خوبی بیفته هوادارانشون میگن توصیه‌های رهبری بود، اتفاقی میماننده برجام که بعد به مشکل میخوره میگن که آقا تنهاست و گوش نکردن به حرف آقا. همین مدل ما تو رضا پهلوی داریم. حالا من به خاطر نوع اکت سیاسی که داشتم هم با رضا پهلوی کار کردم، هم تا نزدیک بیت خامنه‌ای تو این 5 سال 2017 تا قبل از اتفاق مهسا امینی با یک استراتژی که ما داشتیم تلاش می‌کردیم که پرچم صلح رو در برابرشون ببریم بالا، نزدیک قدرت بشیم و جریان ملی رو اونجوری احیا کنیم. یعنی از نگاه قدرت شناسی ما رفتیم نزدیک نظام بشیم که بتونیم
جریان اسلامگریز رو در بدنه ای از نظام بتونیم تقویت کنیم و این اتفاق هم بگم بهتون یه بخشش افتاد. البته حالا اینکه موفقیت کامل رو ما نداشتیم ولی دستاوردهای واقعا قابل توجهی هم تو این قضیه به وجود اومده، ولی هر دو مسئولیت ناپذیرن. بعد هوادارانشون هم هر دو میخوان ماسمالی کنن و هر دو دسته هوادارانشون تخصص واقعا خیلی مبتذلی دارن، نمیخوام بگم حرفه‌ای، بسیار تخصص مبتذل و ابتدایی دارن در سندسازی و پرونده سازی برای هر منتقدی. یعنی فقط کسی کافیه بهشون بگه بالای چش ابرو. اینا دیگه انواع و اقسام سندسازی‌های جنسی، سندسازی‌های سیاسی، سندسازی‌هایی که تو پول از اینجا میگیری یا اونجا میگیری و یک فضای روانی رو میخوان ایجاد کنن با یک ادبیات بسیار مشمئز کننده ای. من همین دیشب حالا یه دقیقه اومدم اتاق دوستمون کوروش منش، یکی از این اوباش چماق داره رضا پهلوی اومد بالا گفت امید دانا تو توهین کردی به مهسا امینی. یه تیکه صدا، من تو آدینس بودم نمیخواستم صحبت کنم، بعد یه تیکه از من صدا گذاشت که من دقیقاً دارم اینو میگم که مهسا امینی کموله است و این خانوم از قصدی بلند شده رفته سیانور خورده. همین یه تیکه رو پخش کرد. بعد من گفتم به کوروش منو بیار بالا، اومدم بالا گفتم ببین این روشی که شما هواداران رضا پهلوی دارید بسیار بسیار مشمئز کننده و هیچ فرقی شما با دستگاه اطلاعاتی و فیلم های اعترافات اجباریش ندارید. خودت کامل پخش میکنی، چون من 7000 خورده برنامه ساختم، حالا بخش قابل توجهش رو میدونم کجا چی گفتم که کامل پخش میکنی یا خودم پخش کنم. بعد این فکر میکرد که من ندارم این صدا رو، همون دقیقه پخش کردم، حالا دیشب هست اتاقو میتونی گوش کنی. صدا رو پخش کردم که دارم به خامنه‌ای حمله میکنم و میگم که اگر شما آقای خامنه‌ای اعتقاد داری مهسا امینی کموله بوده و سیانور خورده و خودشو کشته، تو باید سند ارائه بدی، تو نمیتونی رو هوا حرف بزنی که ما هم قبول کنی. در حمله به خامنه‌ای دارم اینو میگم، ولی اینا چون بی‌شرافتی هواداران ایشون و جریان آقای خامنه‌ای دیگه، اینا همشون بی‌شرافتن، میاد اون قبلو میبره بعدم میبره وسط. بعد داشتیم صحبت میکردیم برگشت گفت تو همونی بودی که به خامنه‌ای گفتی کوروش زمانه. گفتم که اینو الان تو گفتی. گفت یعنی چی؟ گفتم که الان بهت میگم. در عرض 1 دقیقه ادیت کردم که همین آدم هوادار رضا پهلوی داره میگه که خامنه‌ای کوروش زمان است. ببین این روش‌های کودکانه همچنان برای آدم‌های 40 50 60 70 اصلا باور نکردنیه. یارو 60 سالشه 70 سالشه هوادار رضا پهلوی. من نمیدونم چه جوری شما تو آمریکا اروپا بزرگ شدید که رشد پیدا نکردید و با این کارهای چیپ و با این کارهای مسخره روزی 40 50 تا ویدیو از آدم تقدیم می‌کنید. والا ما که تعارف نداریم، ما اگه نظری داشته باشیم نظرمون رو میگیم، یا درسته یا غلطه. دوستانم برمیگردن میگن آقا اینجاش درسته اینجاش غلطه، میشینیم چالش میکنیم که آقا کجاش درسته کجاش، ولی اینکه به زور بخواید با تقطیع کردن برش و این فضای ایجاد روانی کردن که بخواید همه رو پس بزنید، دمتون گرم، ایرادی هم نداره بکنید. ببینید یه زمانی شما این کارا رو میکنید قدرت بگیرید. آخه مشکل اینجاست که رضا پهلوی سوپرمارکت هم نمیتونه بگردونه. یعنی شما فرض بکن که منو زدی، پیام فضلی رو زدی، همه رو زدی، اوکی دمت گرم. تهش وقتی که طرف نمیخواد بیاد مثلا کاری بکنه، تهش طرف به کل این فضای سیاسی به مسابقه یک در حقیقت بیزنس نگاه میکنه، صنعت اپوزیسیون داره، تهش این تظاهرات های مردم میره فاکتور میکنه فاندشو میگیره. خب تو الان مثلا منو میخوای خراب کنی که بعدش به کجا برسی؟ رضا پهلوی بیاد شاه بشه یا چی؟ بابا طرف داره علنی بهتون میگه. تو همین داستان در حقیقت گفتگوی اخیرشون در لس آنجلس داره میگه آقا جان ما با اولا که ببین چقدر وقاحت، تو اکتبر میگه ما ساز و برگ جور کردیم، صندوق درست کردیم برای مردم ایران پول بفرستیم، مراحل آخرشه. اینو در اکتبر گفته. الان تو ماه آگوست میگه که متاسفانه ما در تمام این 44 سال داریم ببینیم که آیا راهی پیدا میشه پول بفرستیم، راهی وجود نداره. قبل از اینکه پول جمع کنه میگه صندوقا جور شده در اکتبر 2022، الان در آگوست میگه اصلا صندوقی وجود نداره. ببینید یه همچین آدمی رو من نمیدونم، این افرادی که به این شکل دیدید بی اخلاقی رو تا جایی بردن، من با یه حالو که موافق نیستم، ولی افراد رو تا جایی بردن که
آقای هالو رو توی لندن با اون سن و سال بیای و انگولک جنسی بکنی، بعدم افتخار کنی تو فضای مجازی بنویسی. بنابراین من آینده ایران رو متاسفانه آینده روشنی نمیبینم، چون 10-11 میلیون خامنه‌ای طرفدار داره و این آیه رضا پهلوی هم که در حقیقت عین همون هست، این هم به هر حال یک بخش هوادارانی داره که جدی هست. به هر حال یه اسم پهلوی پشتشه، یک نوستالژی پشتشه و این هم یه 10-15 میلیون بالاخره اگه پاش برسه، الان نه، الان شوخیه، الان که ایشون بنده خدا خواست وکالت هم الان کسی قبولش نداره، ولی جامعه از نظر روانشناسی در یک مقطعی امکان داره جدی یک بخشی برن، یا حداقلش تو فضای رسانه‌ای و فضای مجازی هواداران ایشون به عنوان مگسوار، یعنی نقش مگس، خیلی پررنگ ویز ویز میکنن و این باعث میشه که یک بدیل جدی سیاسی شکل نگیره در این فضا. حالا از اون ورم که رسانه‌های جریان اصلی لندن هم اینها هم به هر حال یک بخش جدیشون دنبال بحث تجزیه طلبی و بولد کردن افراد تجزیه طلب هستن که ما توی همایش برلین دیدیم آقای اسماعیلیون گذاشت این تعداد قابل توجه همه سخنرانا بشن تجزیه طلب، اینا یه پیامی به ما میخواد بده. یا تو تورنتو که آقای مهتدی برمیگرده میگه ما به هیچ عنوان زیر بار بحث تمامیت ارضی نمیدیم، چون برای ما کردا این واژه کریهه، این واژه زشته و آقای اسماعیلیون و خانم مسیح نژاد دست میزنن. فضای ناامید کننده ای از این نظر. اما یه بخش فضا مثبت بابت بچهای دهه 80 بطن جامعه که داره هژمون گفتمان اسلام ستیزی رو در هژمون جامعه داره دیکته میکنه به بقیه جریانات. یعنی این بخش امیدواری من برای همین خودم هم یه دفعه از پشت یک سری استراتژی‌ها در اومدم و یعنی ما یه سری استراتژی داشتیم که ما اونا پوشش ما بود که پنهان بشیم، بتونیم به سپاه پاسداران و بخش بدنه امنیتی نظام نزدیک بشیم، بتونیم تاثیر بزنیم. اما اتفاق بعد از مهسا و کاری که بچهای دهه 80 کردن انقدر رو ما تاثیر مثبت داشت که دیدیم اصلا دیگه شرایطش هم نیستش که به قول شاعرامون دو پهلو بسراییم. حالا شاعرای ما در مورد چشم و ابروی دوست دخترشون گفتن، ولی برای اینکه این شعرها از بین نره، مثلا ما تو تمام این سالا گفتیم برای چشم و ابروی تمثیلی از خداست، اون شرابی که داره صحبت میشه تمثیلی از خداست و عشق‌بازی و عرفان با خداست و اینجور چیزا. و این دو پهلو مبارزه کردنه دیگه ما بعد از مهسا دیدیم که واقعا دیگه جواب نمیده حداقل، یا اینکه آینده ایران هم خب ما یه خود سیاه دیدیم، گفتیم حداقلش اینه که دیگه حرفمون رو بزنیم و بگیم واقعا ریشه مشکلات ما تو اسلامه. اینم واقعیت جریانه. یعنی ببینید شما جمهوری اسلامی یک راننده تانک سوار یه تانکیه داره به ما شلیک میکنه، جمهوری اسلامی راننده تانکه، اون تانک اسمش اسلامه، اون شلیکی هم که داره به ما میکنه شریعت اسلامیه. یعنی با شریعت اسلامی کیفیت و کوالیتی زندگی ما رو بسیار بسیار پایین آورده. سوال از آقایون اپوزیسیون دارم. شما میگید که به بهانه‌های مختلف و با تحلیل‌های مهندسی شده کلاسیک در حقیقت دیگه امروز غیر قابل اعتنا که واقعیت و دیتای میدانی نداره، میگی توهین به اسلام نکنید به خاطر اینکه 4 تا حالا بچه مذهبی مثلا برنگردن. شما به من بگید که آیا شما با یک تفنگ کلاشینکوف بخواید این راننده رو بزنید کارتون راحت تره، یا اینکه یه آرپیجی بردارید و خود تانکو بزنید؟ جمهوری اسلامی درون اون تانکه، شلیکی که داره به ما میکنه شریعت اسلامیه، بعد تو این شلیک اسم شریعت اسلامی خود تانک اسلامه رو ول کردی، میگی من فقط بچسبم به راننده. خب راننده رو سخت میتونی بزنی، اتفاقا شما باید بزنی بدن این تانکو. با توجه به اینکه خامنه ای هم 3 هفته پیش اومد سخنرانی کرد در جمع طلاب، 55 دقیقه خودش رو پاره کرد که برگرده بگه ایمان مردم به اسلام شیعه شیشه عمر این نظامه. حالا شما میخواید هی تحلیل بدی، تحلیل های میدونی مثل توتیوار رو دست همدیگه هم نگاه کنی، یه جمله‌ای که دیگه نون هر سفره‌ایه دیگه، شما سوار تاکسی هم بشید انقدر که این رسانه‌های لس آنجلسی و غیره چرت و پرت گفتن، هم با همدیگه میگن آقا نه ما باید به عقاید همدیگه احترام بزنیم، به دین همدیگه احترام بزنیم. مشکل جمهوری اسلامیه؟ نه عزیزم، مشکل اساسی ما جمهوری اسلامی که 44 سال اومده. شما به ما بگو که در طول تاریخ صادق هدایت چرا در زمان رضا شاه خودکشی کرد؟ کسروی چرا توی دادگاه محمد رضا شاه تیکه تیکه شد؟
ببین مشکل وجود داشته، 1400 سال مشکل ما اسلامه و الانم شما این نظام بر 3 پایه استواره. حالا این بخشو میگم و بعد صحبتمو میبندم چون دوست دارم بیشتر دیگه شنونده باشم. بس بر سر اینه که این تحلیل مهندسی شده‌ای که شما میدید بر اساس دیتای امروز، حالا جناب فضلی یه بخششو گفت اگه خب شما راست میگی چرا جواد روحی رو 3 حکم اعدام دادن بهش؟ اگه اسلام ستیزی به نفع رژیم است، چرا 2 بچه دیگر رو چند وقت پیش، همین 1 ماه 2 ماه پیش بود، حالا اسمشون یادم رفته، به خاطر قرآن سوزی اینها رو اعدام کردن؟ بعد شما به ما اینو بگید، این حرفی که میزنید دیگه تهش تا سال 88 قابل اعتناست، امروز فاقد ارزشه. در حالی که ما مجید رضا رهنورد رو داریم که این آدم تمام پیج اینستاگرامش ضدیت با اسلامه، در وصیت‌نامش میگه قرآن نخونید و این 1 بار از دست یک کانال محلی مشهد در رفت که این صحبت اصلیشو بعد ما کشیدیم از کانال تلویزیون و کانال 5 مشهد در سایت تلویزیون آرشیو کشیدیم بیرون بعد از 23 روز که وایرال شد. شما به ما میگید چرا جمهوری اسلامی روش مانور نداد؟ نه تنها مانور نداد روی اینستاگرام و این حرف و این وصیت‌نامه‌اش، بلکه داره میگه مجید رضا رهنورد هم عاشق اسلام بوده، میخواسته بره کربلا. شما به ما بگید سند جدی‌تر و ببخشید فکت، ما داریم صحبت از فکت میکنیم، مخالفین ما در حقیقت بند کردن به یک سری میگم حرفایی که به خدا خودشون هم نمیفهمن، چیزهایی که در رسانه‌های جریان اصلی شنیدن، اونم از طریق یک مش کارنشناس که به اسم کارشناس غالب کردن تکرار میکنن. شما به ما بگو ماه منیر مولایی، دیگه این زن دیگه چجوری باید داد میزد که آقا قرآن نه؟ آخه چجوری باید بگه قرآن نخونید چون بچه من از قرآن متنفر بوده؟ شما به ما بگو چرا جمهوری اسلامی رو صحبت این خانم مانور نداد، یه گزارش نرفت؟ به ما بگو نه تنها گزارش نرفت، چرا بدو رفتن مدرسه کیان گفتن آقا تو دوران کرونا که این بچه مثلا باید در حقیقت تحصیلاتشو یعنی مشقای شبشو و تکالیفشو به اینترنتی به شما میداده، در کلاس قرآن معلم قرآن کی بوده؟ آیا عکسی چیزی هست در کلاس قرآن این بچه تکالیف قرآنش رو انجام داده باشه ما منتشر کنیم؟ و عکس کیانو که با پیراهن تیم بارسلونا نشسته و با کتاب مدرسه، با کتاب قرآن درسی منتشر کردن که آقا مادر کیان چرت میگه، مادر طرف چرت میگه، جمهوری اسلامی درست میگه. چرا روش مانور ندادن؟ مگه نمیگی اسلام ستیزی به نفع رژیمه؟ خب چرا روش مانور ندادن؟ پاسخ روشنه، برای اینکه اکثریت جامعه، بستر جامعه امروز اسلام رو رد کرده. در بهترین حالت در ضمیر ناخودآگاه وقتی که بهرام رادان میره عروسی آریایی میگیره، خب شما الان بهرام رادان رو ببینی بگو آقا اسلام رو قبول داری، 100% میگه بله. شاید برای ریام نگاه اصلا واقعا قبول داشته باشه، اما خودش خبر نداره از نظر روانشناسی در زمین ناخودآگاه حاضر نشده بگه النکاح سنتی. حالا نکاح که جفتگیری 2 شطور، بعدم که ازدواج هم واقعا سنت پیامبر نبوده، عادت پیامبر بوده. ولی این بهش میگن اسلام ستیزی ناخودآگاه. جامعه امروز در حالا مثلا آقای پیام فضلی و شما دوستان، شما مثل من به مرحله خودآگاه رسیدید. جامعه در زمین ناخودآگاه اسلام رد کرده. در 44 سال گذشته جامعه با موفقیت تونسته رنسانس جدایی شریعت از ایمان رقم بزنه. ایمان از شریعت یعنی مشروب میخورده، استخر مختلط میرفته، دوست دختر داشته، دوست پسر داشته، بی حجاب بوده، ولی یه ماه محرم میگفته آقا من مشروب نمیخورم، من یه ماه محرم. این میشه جدایی ایمان از شریعت. در این مرحله جامعه دیگه فضا اصلا بعد از مهسا امینی عوض شده. الان ما وارد مرحله جدایی زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی از کلیت اسلام هستیم و یک دوگانه امروز بیشتر جلوی ما نیست، دوگانه آدمیت یا مسلمان بودن. خب این فضای این جامعه است که داره این روند تاریخی داره میره جلو، ولی این فضا خیلی برای من جالبه. از نیروهای مذهبی به شدت نگران تا هواداران رضا پهلوی، بخش پوزش میخوام، پوفیوزا تو فضای کلاپوس توی آلمان زندگی میکنن، اینا میان به ما میگن چرا به دین مردم توهین میکنی؟ یعنی چقدر اینا میتونن واقعا انسانهای در بهترین حالت ابلهی باشن؟ میگه چرا به دین مردم توهین میکنی؟ یعنی این حرفو تو بعد 40 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش در عصر گوشیای هوشمند تو داری اینو به ما میگی؟ خب این خیلی ناامید کننده است که بعد ما میبینیم تعدادم بالاخره یه 20 میلیونی هواداران خامنه‌ای و رضا پهلوی هستند. در نهایت این 2 جریان واقعا در کنار تجزیه طلبان
فضای آینده ما رو از یک بابتی سیاه، از یک بابتی ما امیدمون به نسل جدید دهه 80 و کلامم با این جمع کنم تا زمانی که چون با هر دو طرف به یک نوعی کار کردم به خاطر حفظ ایران. من یه نگاه خاصی دارم، من یه ایرانگرام و در یک نگاه ایرانگرایی اگر ببینم که به نام یا به ننگ در راستای منافع ملی میشه کاری کرد، چه به نام چه به ننگ، من برای اون منافع ملی وای میستم. یعنی اگه فردام ببینم که اگر ایستادن کنار این رژیم تروریستی منافع ملی ما رو تأمین میکنه، اونجا با دوستانمون صحبت میکنیم و چارچوب خودمون رو میچینیم. امروز قطعا وجود جمهوری اسلامی بنابر هزاران آمار که دیگه الان حوصله جمع نمیکشه ایران رو داره نابود میکنه. رفتنش هم با وجود این رضا پهلوی و این تجزیه طلبها خب خطرناکه. در هر دو حالت ما تو یک فضای آچمزی هستیم، چه این رژیم بماند ایران نابود میشه، چه با این شرایط برود. باز من آینده درخشانی نمیبینم با توجه به این اوباش رضا پهلوی و بقیه. چه باید کرد نمیتونم بگم، چون واقعا راهی ندارم چه باید کرد. من فقط میتونم تحلیل وضعیت فعلی رو بدم و تنها کاری که به ذهنم میرسه، حالا که قراره ایران آیندهش سیاه بشه، اسلام ایران باید بره. یعنی این چیز فکری منه و امیدوارم راهی باشه، شما بگید من یاد بگیرم، من بیام پشت اون راه. چون خود این که تو این شرایط دو دسته اکثریت به هر حال 10 میلیون، حالا 10 میلیون نسبت به 90 میلیون واقعا اکثریت نیست، ولی 10 میلیونی که سلاح داره جمهوری اسلامی که بر سه پایه پول نفت، قدرت سرکوب و ایمان هوادارانش به این اسلام بالاخره یک بازدارندگی داره، بالاخره یک قدرتی داره که اگه نداشت تا الان سقوط می‌کرد. از این ورم بالاخره این آقای رضا پهلوی یک جایگاهی داره که ما داریم در مگه بیکاری در مورد مثلا کسی که جایگاه نداره صحبت کنیم. چه باید کرد بین این دو دسته‌ای که تا زمانی که دست کم، چون یه عده ما میهن پرست داریم در درون نظام، بعد وقتا دلخوشن اصلاح کنن، نه اصلاح طلبا رو نمیگم ها، یه بخش ایرانگرای پنهانی در درون نظام داریم. من بعضی وقتا باهاشون صحبت میکنم، درد و دل میشه، میگم تا زمانی که خامنه ای زنده است هیچ اتفاق مثبتی در جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد و اینم به خیلی از عزیزان بگم تا زمانی هم که رضا پهلوی زنده است هیچ اتفاق مثبتی در اپوزیسیون رخ نمیده. این دوتا آدم بزرگترین افراد بدبختی ما هستن. خامنه ای عامل بدبختی ماست به خاطری که کشور دستشه و ما رو به اینجا رسونده. رضا پهلوی بزرگترین عامل بدبختی ماست برای اینکه نذاشته در برابر خامنه ای و این رژیم ما یک بدیل جدی سیاسی داشته باشیم. برای همین ماهای جزیره‌ای کوچیک کوچیکیم که حالا در این فضای کلاپوس هم بلا نسبت دوستان، ولی فضای بیشتر میکروفون درمانیه که بیایم خودمون رو خالی کنیم و با هم حرف بزنیم و به هر حال یه مقدار اون لازم بار روانی خود من حداقل برای این میام که اون یه فیدبکی آدم بگیره، با 4 تا دوستان صحبت کنه، یه مقدار فشار کار سیاسی از آدم کم شه. چه باید کرد؟ یه فضایی که وجود داره و امیدوارم من فقط بچهای هوادار رضا پهلوی، بخشی هم حتی از همین مذهبی‌ها، دو دسته بخششون دلاشون پاکه، تو دلاشون هیچی نیست، ولی متاسفانه همونقدر که تو دلاشون هیچی نیست تو مغزشون هم هیچی نیست و امیدوارم اینا به جای فرد پرستی، به جای مالکشی از خامنه ای و رضا پهلوی که فرقی من واقعا بینشون نمیبینم به جز عمامه و کراوات که این کراوات میزنه اون حالا عمامه میندازه، ولی هر دو مسئولیت ناپذیرن، هر دو میگن گفتیم بکنید انجام بدید، هیچ وقت خودشون کاری نکردن، هیچ وقت خودشون دست به سیاه‌سفیدی در حوزه سیاسی دست کم نزدن و امیدوارم بخشی از هواداران دو دسته اینا عاقل بشن، بیان کشورمون رو با هم بسازیم و دست بردارن از این دو جریان. و راهی هم برای آغاز اینم که باید چه بکنیم راهی نداریم جز این که ما اسلامو حالا محترمانه نامحترمانه به هر شکلی از ایران اخراج کنیم. تا زمانی که این دین کثیف وجود داره، دین که البته اسلام دینم نیست، چون دین از واژه دیانای زرتشت به معنای وجدان میاد، تا زمانی که این ایدئولوژی سیاه اسلام هم وجود داره آینده‌ای نداریم دوستان. یعنی واقعا اگر برای کشورتون میخواید کاری کنید در این مرحله حداقل خودتون از اسلام در بیارید و اطرافیانتون رو در بیارید که هژمون حداقل دیسکورس گفتمانی اسلام ستیزی تحمیل بشه به بقیه جریان. مگه که ما از پایین انقدر اسلام ستیزی کنیم که این تحمیل بشه به تمامی بدنه چه پوزیسیون چه اپوزیسیون، چه اونایی که با حکومتن چه اینایی که ضد حکومتن. گفتمان اگر، چون منم مطمئنم که گفتمان ماها قویه و ما میتونیم به این دستاورد برسیم. دمتون گرم. من شنوندم بیشتر دیگه دوست دارم بشنوم و با بچه‌ها
بیشتر آشناشم و موقعیت صحبت کردن ندارم، صحبت نمی‌کنم، معذرت میخوام، بلدم نیستم که لایک و اینجور چیزا بدم و دیگه حمله بر بیادبی نشه. زنده باشه. امید یه سوال من ازت دارم. سپاس امید عزیز. امیر عزیز ببخشید من اجازه بدید چون حتما باید مایک بزنید چون میدونم الان خیلی شاید مشتاق باشن که هستن سوالاتی بپرسن و امیدوارم که این بحث دست رو فکر میکنم میشه این اگر که درست شده باشه. بله این که الان رو پروفایل من میبینید، من این رو به منزله نوبت خواستن برای صحبت کردن میتونم قبول بکنم. اوکی امید عزیز سپاس. من خودم صحبت دارم ولی الان مجبورم مثل اون مامانایی که خودشون غذا رو میکشن یا حالا هر کسی غذا رو میکشه خودش به خودش کمتر میرسه، من مجبورم وایسم کسایی که دست بلند میکنن صحبت کنم. بعد من یه مسئله خیلی ذهنمو همیشه در مورد تو و نگاهت درگیر میکنه که شاید اگر فکر میکنی فرصت خوبی باشه من باید صحبت من بشم. خواهش میکنم شما الان بپرسید. خب پس میشم یه مامانی که از اون مامانی که آب گوشت و خودش سر شما میکشه بعد بپرسید، آقای گوشتش رو امیرم گفتم بپرسن. شما آقای امیر بپرسید، من شما دوتا رو الان جواب میدم بعد میرم به کارم. آخه خب بنده خدا دست بلند کرده قبل از همه ما. اوکی بذارید پس من سوال بکنم لیدیز فرست رو برم بعدش بقیه. ببینید امید جان، من بحث اسلام و تو میدونی که ما الان روی حول یه مانیفستی که پیام در واقع اومده این رو اون مبنای چارچوب نظریش رو مطرح کرده و حول اون الان این چند ساله در واقع بچه‌ها اومدن دیدن که خب هم فکرن، اومدن کنارش قرار گرفتن و خیلی مباحث شروع کردن، حتی یاد گرفتن، یکیش خود من و همینطور پیش اومدیم تا اینجا. توی اون بحث مانیفستی که ما میگیم در واقع اسلام رو به عنوان مبانی عقیدتی این ساختار ننگین داریم باش مبارزه میکنیم و میخوایم که از هسته‌های قدرت پایین بکشیمش و بحث اصلیمون هم روی این و خامنه‌ای، کسی که در رأس و به نام اون داره این مبانی رو نمایندگی میکنه و خودش رو رهبر شیعیان جهان میدونه و در ادامه قطعاً 100% سپاهه که تمام قدرت رو در ید قدرت خودش گرفته، تمام اون امکانات رو، و بعد داره از این اسلام مراقبت میکنه. وقتی ما میخوایم اسلام رو بزنیم پس طبیعتاً خامنه‌ای رو و سپاه رو میزنیم. من میخواستم بدونم واقعاً حالا بعد از اون صحبت هایی که یکی دوتا در واقع دعایی که از شما دیدم و حتی در واقع صادقانه بتون اینو بگم، به خاطر این برای من فرستاده شده که من بتونم نقطه نظر شما رو نسبت به خامنه‌ای متوجه بشم. برای من خیلی مهمه که بدونم آیا با این توضیح که دادین که در واقع اون زمان قصدتون نزدیک شدن به اون سیستم بوده و تلاش هایی که میخواستیم بکنین برای بحث اسلام و اینا، الان میتونم صراحت این رو از شما بشنوم؟ امید دانا بعد از 20 سال تلاش برای اسلام ستیزی، آیا در کنار این اسلام ستیزی صراحتاً بحث خامنه‌ای و سپاه رو هم دارید یا نه؟ یعنی ما نمیتونیم نسبت به اونها خیلی با لفظ مؤدبانه صحبت بکنیم مثلا، ولی از این طرف بخوایم فقط اسلام رو مقصر بدونیم، چون کسی هستن در واقع اسلام رو به عنوان یک چاقو دستشون گرفتن و دارن آدم میکشن. خواستم ببینم این دغدغه من نسبت به شما امید عزیز، این رو میتونم در صحبتتون پاسخ بگیرم یا خیر؟ ببین ما جان، من داشتی صحبت میکردی یه جا شما من شنیدم گفتی 18 سالتونه، یعنی من 4 سال قبل از که شما به دنیا بیاید اولین بار زندان رفتم و اون موقع من اسلام ستیز بودم. یعنی یه نگاه ایدئولوژیکی که من دارم، من سال 80 یعنی دیگه اولین بارم که زندان رفتم اون موقع خودم 18 سالم بود، یعنی همسن شما بودم که رفتم زندان، الان 38 سالمه. من همیشه هوادار نظام پادشاهی بودم و از 18 سالگی زرتشتی شدم. یکی از موبدان منو زرتشتی کرد که نمیتونم اسم بیارم در ایران، و به شدت اسلام ستیز بودم. ببین این که این اصوله، این ایدئولوژی منه. ولی شما برای این ایدئولوژی تاکتیک هایی رو دارید. ببین شما باید اصولا در چارچوب اصول و ایدئولوژی مثل کوه دماوند محکم باشید، ولی در چارچوب تاکتیک شما باید خیلی منعطف باشید و
تاکتیک بسیار بسیار باید متغیر باشه تا بتونید به اون هدف برسید. کسایی مثل آقای رضا پهلوی که افتخار میکنن 44 سال یک تاکتیک دارن، یه حرف زدن، اینها یه آب راکدی بودن، هیچ تاثیر نذاشتن. ولی ما با عوض کردن تاکتیکامون به مانند همین اخیراً ما چند هزار نفر از این بچهای دور رائفی پور و حسن عباسی که میشستن پا منبرشون رو آوردیم این طرف، کسایی که برای اینا فیلم و ویدیو درست میکردن آوردیم این طرف. تاکتیک من همین الان چیزایی که میگم شاید یه دفعه شما فردا ببینید من یک مواضعی بگیرم که خیلی بدت بیاد از من در تاکتیک نسبت به شرایط میرم جلو، ولی اصول من 22 ساله همین است. حالا در مورد سپاه که گفتید، ببینید یه زمانیه من و شما میخوایم بریم رستوران یه غذایی بخوریم، حالا چند تا از دوستامون هم دارن میان، من اول نگاه میکنم جیبم مثلا چقدر پول دارم، این ماه چقدر حقوق گرفتم، آیا میتونم اول از همه پول خودم رو حساب کنم و اگه میتونم حساب کنم میتونم پول دوستای مثلا دیگه هم حساب کنم یا نه. بر اساسی که پولی که تو جیبمه از اون صاحب رستوران میرم درخواست میکنم که به من مثلا چیز کنه، حساب همه رو بده، مثلا همه رو حساب میکنه. بس بر سر اینه که در مبارزه با جمهوری اسلامی ما الان کجاییم. اگه جناب پیام فضلی و شما یک جریان قوی ببخشید نظامی دارید که با یک حرکت ضربتی میتونید حکومت رو بگیرید، من میگم یک نفرم که تو سپاهه نذارید زنده بمونه. این چیز دیگه، این ولی فانتزیه. ببینید ما الان ته تلاشمون خانم ماهک، تمام تلاشی که من دارم میکنم شما دارید میکنی، ته این تلاشا در چارچوب آگاهی رسانی و نظریه پردازی و نهایتا فعالیت رسانه‌ایه. ما باید ببینیم چه جوری در دنیای فیزیکی کشور رو بگیریم و خیلی خوشحال میشم کسایی که حالا سپاه رو خیلی میزنن که من میگم بزنید، اصلا مشکلی نیست، گور باباشون. بس بر سر اینه که آیا ما انقلابی هم سراغ داریم که بدون حمایت نظامیای اون کشور رخ داده باشه؟ حالا اگه خیلی‌ها میگن ارتش به جاش، مثلا ببین پشت ارتش هم الان فکر نکنید با سپاه خیلی فرق داره. یعنی در کل این 44 سال اسمش ارتشه، خود ارتش هم در بدنه خود ارتش هم یعنی با همون نگاه‌های سپاه و اینا وجود داره. اینو باید در نظر بگیریم. ما برای رسیدن به قدرت، خب هواداران رضا پهلوی که چماق دارن، اون که بحثی نداره اصلا. حالا فارغ از چماق داری، ما یه زمانی یکی چماق داره حداقل حالیش هم هست، یه کاریزمایی داره، یه شخصیتی داره. هم چماق دارن هم پوزش میخوام از این ادبیات سخیف استفاده میکنم، دوزاری هن. یعنی واقعا به معنای واقعی دوزاری هن. واقعا 100 تومانی. حالا اون موقع برای ما تو ایران بحث، الان دیگه پولا یه خورده عوض شده، برای ما واقعا یه جورایی هواداران رضا پهلوی 100 تومانی پاره های لای هزاری هن. یعنی از اینا که نمیشه آبی گرم شه. اونورم که تجزیه طلبها تا بن دندان مسلح، حزب کموله دموکرات یا توی بخش خوزستان انزال و الاهواز و غیره، تو سیستان بلوچستان هم که آره. مصدقیام که هیچی، اینا هم که همچنان بند نافشون به اسلام بسته است. یعنی بعد ببینیم دیگه، بعد ببینیم چجوری می‌خوایم حکومت رو بگیریم. تز فکری که من دارم، من میگم شما نباید درجه دارا و ارتشیا و سپاهیا رو کامل ناامید کنید. باید یک راهی براشون بزنیم که آقا برگردید سمت ملت و یک نتیجه هم ما دیدیم. من اگر واقعا میخواید این قضیه رو برای خودتون، نه حالا من اینجا نمیخوام نه نیومدم کلکلی کنم یا چیز، من نظریه‌مو دارم میگم، میتونه اشتباه باشه ولی به هر حال پشت این نظریه من درست یا غلط، به هر حال یه 22 سال تجربه کار سیاسی، 5 بار زندان و درگیری‌های گسترده‌ای بوده. یه 4 تا کتابم خوندم با اجازهتون. بس برسن اینه که اگه واقعا میخوایم قضیه رو بفهمیم، برید به صحبت دیماه جلسه سپاه پاسداران با خامنه‌ای و حرفای حاجی صادقی که یا آخوندیه نماینده خامنه‌ای تو سپاهه، اینم رسانه سعودی نشنال یا ایران اینترنشنال و اینا منتشر کرده. یعنی اصلا چیزی نیستش که بگیم خود جمهوری اسلامی. ایران اینترنشنال دسترسی داشته و تونسته به هر حال از یک طریقی اینو منتشر کنه. 40 تا صفحه است. صفحه 4مش بسیار بسیار حائز اهمیته. حاجی صادقی داره درد و دل میکنه با خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه و میگه بخش قابل توجهی از بچهای سپاه قدس، نه همه سپاه‌ها، سپاه قدس، اونایی که قراره برن چیز کنن، اورشلیم رو آزاد کنن، مسجد الاقصی رو بدن به مسلمین، میگه بخش قابل توجهی از اینا اعتقادی به اسلام ندارن و نماز نمیخونن. آقای قاآنی، سردار قاآنی که اینجا نشستن شاهده، میتونه شهادت بده. این چیزیه که ایران اینترنشنال منتشر کرده، حرف من نیست، یا درسته یا غلطه، راست و دروغش با ایران اینترنشنال که البته من تحقیق کردم، این جلسه و این محتوا درسته. بحث من اینه که جامعه ما باید شطرنج بازی کنیم.
ما امروز باید پشت ارتشیات و سپاهی‌ها رو به یک شکلی، نه اینکه ادبیات بریم پشت ادبیات اونا، ما امروز اسلامو نمیتونیم تحمل کنیم، اونا رو بعد بیاریم پشت ادبیات خودمون. یعنی اونها باید بهشون بگیم آقا تو سرباز سپاه، تو باید بشی سرباز گارد جاویدان، تو به جایی که برای فتح قدس بخوای بری الان رژه بری، تو باید این رژه رو ابتدا تو تخت جمشید بری و حس ملی رو زنده کنین. من نتیجه گرفتم از این مدل روشکار سیاسی. چون شما وقتی به طرف میگید تو سپاهی فلان فلان شده ای، که خب اون استاپ میشه، درجه داره، ما بهش نیاز داریم. اگه ما قدرت نظامی داریم که بریم همشون رو اعدام کنیم، من اصلا مشکلی ندارم. بحث من اینه که چجوری میخوایم به این قدرت برسیم. ببین ما از نظر فکری خانم ماهک خیلی خیلی نزدیکیم، که اگه نبودیم من اینجا نبودم، خیلی نزدیکیم. بحث مثلا اینه که چجوری بعد این قدرت رو بگیریم. من الان دارم هر روز تشویق میکنم بچهای سپاه در یک اقدامی یک کودتایی بکنن و تمام این آخوندا رو در حقیقت اصلا ما دیگه آخوند نمیتونیم تحمل کنیم. ببین شما اگه فردا بخشی از سپاه کودتا کنه، سوال جدی از شما دوستانه، بخشی از سپاه کودتا کنه، آخوندا رو اعدام کنه و بگه آقا ما کلا میخوایم حالا یک مثلا حکومت غیر اسلامی داشته باشیم، اون موقع موضع چیست؟ اگه بگیم نه اینا یه نقشه دیگه، یه دوباره این سپاه فلان فلان شده میخواد حکومت رو بگیره، من میگم دمتون گرم، آلترناتیو و بدیل سیاسی ما چیست؟ بالاخره ما باید یک نمونه تاریخی داشته باشیم، مردم بدون حمایت نظامی ها قدرت گرفته باشن. انقلاب 57 شم تا لحظه ای که همافرا نیومدن درگیر نشدن، شما دیدید به پیروزی نرسید. همافرا درگیر شدن و ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. من صحبتم اینه، از این نظره، وگرنه علاوه فکری من 22 سال اصلا سخنرانیام هست. شما سخنرانیای چه میدونم مال 2011 من وجود داره، سال 2012 هم وجود داره، تو یوتیوب بزنید سال 2012 سخنرانی امیدوارنا برای حکم ارتداد شاهین نجفی. شما ببینید من با چه ادبیات تندی که اون موقع خیلی‌ها جرئت نداشتن، وسط میدان سرگل توریت استکهلم جلوی حداقل 200-300 نفر کسایی که اومده بودن تظاهرات و جلوی چه دوربین هایی که از رسانه ملی سوئد هم جمع شده بودن، من دارم میگم نه اسلام نه قرآن، هر دو فدای ایران، و چه ادبیات تندی رو علیه محمد دارم به کار میبرم که تو اون جو استکهلمی که تعداد قابل توجهی مسلمون وجود داره، خیلی هم برام خطرآمیزه. بحث بر سر رسیدن به قدرته. من امیدوارم جواب داده باشم. راستش در واقع امید عزیز، من باید با شما یه بحثی رو ادامه بدم، ولی خب الان نمیخوام این کار رو بکنم، به خاطر اینکه میخوام فقط گوشه ذهنتون رو نگه دارین که من هنوز ذهنم درگیره. اوکی، ولی چون میخوام که با احترام به کسایی که توی استیج هستن و مخصوصا تارام که اومده بالا، یه سوال خیلی جدی هم داره ایشون هم مطرح بکنه، از بالا خواب غفلت عزیز که اول دستش رو برد بالا و بعد امیر و بعد بقیه عزیزان اگر صحبتی دارن فائق باشه. ببین اون علامتی که روی پروفایل خواب غفلت رو میبینی، اگر که صحبت دارین هر کدومتون باید اون رو روی پروفایلتون ببینم. خواب غفلت عزیز بگو، تو رو میشنویم. ماهک جان اگه میخوای یه جلسه بعداً بذارید که اصلا پرسش و پاسخ میذاریم، چون من تا 10 دقیقه دیگه باید برم، ولی هستم، یعنی آیدیم روی اینجا میمونه ولی نمیتونم صحبت کنم، ولی میتونیم اصلا بعداً. نمیخواستم شما رو برم توی این سیستم، راستش میخواستم بالاخره الان اینجا هستیم به عنوان مهمان اذیتتون نکنم، وگرنه من کلا خیلی سوالای خیلی نقدای عجیب غریبی دارم بهتون که حالا اگه بعداً فرصت شد آره میتونیم یه جلسه و بعداً میتونیم تو هفته دیگه اینا شما وقت بذارید یه جلسه بذاریم، به هر حال صحبت میکنیم، یا قانع میشم یا قانع آره میکنم یا هیچ کدوم دیگه، حرفمون رو بالاخره. یه اجازه از من صحبت کنم چون من خیلی وقت میخواستم صحبت کنم. بله آقای دانا، به شما هم درود میگم. من خواب غفلتم. اینجا 3 ساله با پیام فضلی تو این کلاب هاوس نشستیم، داریم یه سری بحثایی میکنیم. همین قبل اومدن شما پیام یه چیزی رو به همه ماها یاد داد که اصلا مخالفتی که ما با سلطنت داریم یه بحث مبناییه، چون ناقض حقوق اساسی شهروندی قرن 21 و این صحبتی که پیام کرد یه چیزی رو به من یاد داد، یه چیزی رو اصلا برای من یادآوری کرد. حالا تو میگی من راه حلی به ذهنم نمیرسه، ما 3 سال اینجا نشستیم داریم راجع به همین صحبت میکنیم، داریم کار عملی میکنیم راجبش. و بحث براندازی، اصلا این سپاهی که شما حالا میگی یه باوره. شما اول بعد با یه جنگجوی پیروز قبل از اینکه پاشو بذاره تو میدون جنگو تو ذهنش برده.
ما اینجا میشینیم بحثای نظری میکنیم برای اینکه به اون جنگ تسلط پیدا کنیم از لحاظ روانی. جنگ نرم اینجا داریم انجام میدیم. یعنی نمیدونم چقدر حالا کلاب هاوس بودی داری میبینی، ما اینجا رو تایملاین هر روز آتیش گذاشتیم زیر بسیجی و سپاهی، کمپین زدیم اینجا گایدن بسیجی و سپاهی. بعد شما الان میای پیش مثلا اینجا روم نشسته، نگاه کن روم نوشته فقط ورود آزادی خواهان مجاز است. خب ببین مایی که یه همچین دیدگاهی داریم، حرف کلیمون اینه که دوستان عزیز، سرباز آلمان نازی نمیتونه بفهمه نازیسم غلطه. اینا تحت این ایدئولوژی مغزشویی شدن، اصلا چطوری میتونه بفهمه اون اسلامی که بهش باور داره غلطه؟ شما میگید میتونه اسلامشو بذاره کنار، بذاره کنار، نشون بده. همین چند روز پیش اینجا بحثی آوردیم کف تایملاین، من اسم تایتلشو میگم، شما که رو تایتل خیلی دقت میکنید روی این تایتل هم فکر کنید. ما گفتیم عزیزان این که میام میگم تو بدن سپاه یه نیروی مردمی وجود داره، خب اگه هست چرا تو الان یه کمیته مجازاتی تشکیل نداده؟ بیا 4 تا رو که خودشون میشناسن خودشون میدونن بردارن حذف کنن. ما اینا رو ندیدیم داخلش. خب من یه عزیزم سوال ما دارم از 3 شما. سال شما اینجا شما این اسنادی که منتشر شده از سعودی نشنال شما خوندید؟ افرادی که منتشر شدن سعودی نشنال چی؟ امروز اتفاق من نمیذارم راجع به چی 40 صحبت صفحه از بکنم. جلسه دیما که منتشر میشه، اتفاقا در بخشی از این اسناد میگه که 3 تا از سربازای سپاه میخواستن که توی وسط شلوغیا با توپخانه بیت خامنه ای رو بزنن. این چیزایی که دارم میگم اینا منتشر شده. منتها ببین بحث مثلا اینه که من نگفتم که حرف من درسته میتونیم، ولی سوال اینجاست ما البته بدن سپاه که یک دست نیست، یه بخششون مثل سردار سلامی و اینا به شدت اسلامگرای تندروی ان، بخششون آرومترن. بحث مثلا اینه که خب اوکی اصلا گروه بابای سپاه نقشه راهی داریم که چجوری بعد این حکومت رو مثلا ساقط کنیم بعدم ایران رو حفظ کنیم، اینم شما باید یه سرچ نقشه باشه کن دیگه. راهکار عملی براندازی دیگه، گوگل سرچ کن دیگه ببین چی نه میاره نه برات. ببین همه الان از این سرچ کن. کتاب ببین قربونت برم، من آدم یکی دو روز که نیستم، از این عزیزم چیزا میگم ما هزار به تا این وجود جواب داره. دادیم، براش خب جواب به داریم، غفلت فضای عزیز، داد آپلودش کردیم عزیزم که ببین برای چون همه در الان دسترس زمان باشه. خواب غفلت عزیز، ببین مسئله رو مطرح کردی، امید شنید. اگه میخوایم بحث دو طرفه بریم این تو این 10 دقیقه که هست بقیه صحبت ها شنیده نمیشه. میتونی مطرح کردی، حالا بذاریم توی همون رومی که امید میذاره. آره مرسی ممنونم. امیر هم بپرسه. بعدم من فکر کنم صدای امید رو به صورت تقطیع شده شنیدم، حالا باگ از منه یا از امید رو متوجه نشدم. امیر عزیز شما بگو. عرض ادب دارم خدمت استاد امید دانا. عزیزم من استاد نیستم به خدا، بفرم. هستی. ببین امید، من یه تحرکاتی رو دارم میبینم، حالا یک رجعتی داره ایجاد شده در مردم رو به آیین زرتشتی. الان یه شخصیتایی رو میبینم مثل سید محمد حسین، اینا دارن 24 ساعته در واقع زرتشتی ها رو تخریب میکنن، حالا در کنارش بهایی ها رو. میخواستم ازت بپرسم که این خاستگاه این تخریب سیستماتیک از کجا میاد و راهش چیه عزیزم؟ سوال من فقط همین بود. البته جریان بهاییت خودش یک شاخه دیگه از شیعه است، یعنی ما باید بدونیم که بهاییت از دل بابیت در اومد و نه علی ببین، محمد. بیشتر تاکید من رو همون زرتشتیته که بله بله. خیلی تهمت دارن، افترا دارن، مثلا میگن زرتشتی‌ها با مادرشون ازدواج، یه اوکی. چرندیاتی میگن که آدم عصبانی میشه. گوهت برو میجا، من گوش میدم. ببین اولا بهاییت از دل بابیت در اومد و بابیت علی محمد باب مال جریان شیخیه بود و جریان شیخیه که یکی از افراد رأس اون داستان که کاظم رشتی تو بغداد بود، اینا به دنبال در حقیقت ظهور امام زمان بودن. یعنی یه داستانی از این دل این داستان بعد بهاییت و جریان ازلی در اومد، یعنی دو شاخه از بابیت در میاد که بهش میگن بهاییت و ازلیان، که امروز ازلیان تعدادشون کمه اما تو انقلاب مشروطه تاثیرگذار بودن. ولی در مورد زرتشت شما یه اسمی رو آوردی، سید محمد حسینی. تو این فضای سیاسی الان صحبتی که دوستمون آقای خواب کرد، خب خیلی این حرفا تو این 44 سال بوده دیگه، مانیفست و برنامه براندازی و اینا. بعد چون عملی نشد و اجرایی نشد،
بخشی از فعالان سیاسی یا افسرده شدن یا خب این فشارهایی که وجود داره، علاوه بر من رشته‌ام روانشناسی بوده، ما هیچ انسانی رو نداریم که کاملا نرمال باشه و اگه انسانی رو پیدا کنید کامل نرمال باشه خودش باز یه مشکلی داره. یعنی از نظر روانشناسی انسان ها به هر حال یک بخشی رد دادن، همه انسان ها در تمام دنیا. بحث این میزانه هست. بخشی از اپوزیسیون به مانند آقای حسینی خب جایگاهش از دست داده، در یک جایگاهی بوده بالاخره زمانی که مسابقه بزرگ رو اجرا میکرد همه حسرت میخوردن، جزء افراد تاپ مجریگری بود تو اون زمان تو ایران در دهه 70 و دهه 70 بله دهه 70 بود که مسابقه بزرگ رو اجرا میکرد. این حالت با این فضای امروز مواجه شده. خود مهاجرت هم برای سلبریتی به خصوص بسیار بسیار غم انگیزه و خیلی غربت میاره و این حس غربت افسردگی میاره. یعنی بعد اصلا صحبت‌های آیه حسینی رو شما باید بذارید در کانتکست این که این بنده خدا بخش قابل توجهی رد داده، یعنی سیما دیگه قاطی شده. انسان مگه چیه؟ انسان با 2 تا حرکت میتونه کاملا علاوه روانی فروپاشی روانی داشته باشه. یه بخشیش هم نه، تعصب زیادیه که این افراد به شیعه دارن، حالا به مدل‌های دیگه اسلام دونش برخورده که در حقیقت هژمون زرتشتیگری در جامعه. ببین شما الان 2 تا گفتمان جدی در جامعه داره گسترش پیدا میکنه، یکی آتئیسته چه بخوایم چه نخوایم، یکی زرتشتیگریه، یعنی مردم یا زرتشتی دارن میشن یا آتئیست. و جالبه اونایی هم که آتئیست میشن بخش قابل توجهی از افراد آتئیست یه احترامی رو برای زرتشت دارن، ولی به اینکه خود زرتشت هم این که زرتشت دروغ نگفته مثل محمد و بقیه بگه من از طرف خدا اومدم، یک در حقیقت خودش رو یک قابل احترامی کرده برای جریانات بی خدا، یعنی احترامی رو از این نظر میذاره. ما آتئیستی هم داریم که فوش بده به زرتشت، ولی بدنه جدی از نیروهای آتئیست یک احترامی به زرتشت دارن. این هژمون به هر حال احترام به زرتشت فشار میاره به بخشی از این افرادی مثل حسینی و اینا، و من ندیدم کسی توهین کنه به زرتشت به جز جریان سوپر مذهبی در حقیقت تندرو. با این آقای حسینی هم که در کانتکست مسائل سیاسی آقای حسینی رو نمیشه مورد در حقیقت اکتای سیاسی ایشون رو نمیشه به عنوان اکتایی قرار داد که بخوایم مثلا جامعه سیاسی امروز رو باهاش مثلا آنالیز قرار بدیم. میشه یه استثنائیه که به خاطر اون شرایط روحی روانی حرفاش و فعالیتاش و کارهاش غیر قابل اعتنا و فاقد ارزش و غیر قابل بررسیه. اینو خواستم فقط بگم. بفرمایید. ببین عزیزم، ببین این تخریب سیستماتیک که به هر حال به ادیان نیاکانی ما داره اعمال میشه، من نمیتونم اینو بذارم به حساب خلوچل بودن سید محمد حسینی، چون همین طرز فکر رو هم به یه نحو دیگه خزعلی مطرح میکنه. آیا خب یک اتاق خزعلی فکر مذهبیه گفتم ببین خزعلی اینا به خاطر که به اسلام دونشون برخورده. البته فراتر از اینا زدن ریشه های ملی و ملیگرایی یک نگاه گلوبالیستیه که در جهان داره رخ میده. حالا در رأسش خود مکرون مثلا جزء همین جریان قرار داده میشه، یا خانم مرکل توی آلمان، یادم یکی از وزراشون پرچم آلمان دستش گرفت و خانم مرکل اومد پرچم آلمان از دستش گرفت انداخت زمین. یعنی اون یه بحث کلی‌تره، بحث گلوبالیسم جهانیه. برای همینم با ترامپ خیلی مشکل داشتن، چون ترامپ به هر حال ناسیونالیست بود. یک ضدیت ناسیونالیستی، ضدیت با ناسیونالیسم به هر حال اون بدنه اصلی حاکمان جهانی دارن و اونو دارن پیش میبرن. برای همینم میرن کلی خرج میکنن که بگن آقا مثلا ما آریایی نیستی. حالا بماند که خیلی برام عجیبه بعضی وقتا مثلا شما میبینید یه سری چیزا رو توی فضای رسانه‌ای نمیذارن بولد بشه، یه سری چیزا رو میذارن بولد بشه. مثلا اینکه ما آریایی نیستیم و همینجوری رو هوا 2 تا دانشمندم الکی استخدام میکنن، میگن آقا اصلا ایرانی‌ها کی گفته آریایی ان؟ این بولد میشه تو دهن همه میفته، ولی هیچکی نمیگه که آقا ما خوشبختانه تاریخمون برعکس جریان جهودیسم که همش توهم و داستان سرایی و تلمود بازیه، کتاب تلمودشون کلی واسه خودشون خاطره گفتن، یا برعکس اسلام که همش یک مش دریوری روایته، ما تاریخمون رو سنگ نوشته شده. یعنی ما اصلا با وجودی که اسکندر و آقای عمر، و البته عمر با مشاوره علی که تو خطبه یکی از خطبه‌های 746 خطبه نهج البلاغه رسما علی مثلا مشاوره میده برای حمله، ما تاریخمون رو سنگه و داریوش مثلا نژاد ما رو گفته در بیستون برمیگرده میگه من داریوش شاه هستم، فرزند فلان، فرزند هخامنش، و هخامنش فرزند آریامن. واژه آریامن اومده که توی کرمانشاهه. ولی اینو
تلاش میکنه اون سیستم بولد نکنه که مثلا بتونه روی مثلا اینکه ما آریایی هستیم بیاد یک شک و شبهه‌ای بندازه، در حالی که شما تمام تحقیقاتت امروز برای امروزه. من سنگ نوشته ای دارم برای 2500 سال پیش، حک شده رو کوه، داره میگه من آریامن هستم، نژاد من آریامنه. این حرف داریوش، خب شاهنشاه داریوش انقدر هوشمند بود زمانی که در 3 سال جنگ 23 تا در حقیقت در 3 سال 23 جنگ بزرگ با تجزیه طلبانی به مانند فرورچش خائن کرد، این هوشمندی رو داشت که برگرده بگه ما آریامنی. ولی خب این دشمنی با ناسیونالیسم پدیده است که بعد از جنگ جهانی دوم سیستم جهانی اومد راه انداخت و داره جلو میبره، یعنی این ذیل اون تعریف میشه. ولی خزعلی و اینا خب به هر حال فشاری بهشون اومده بابت اینکه گفتمانشون دچار فقر بیشتر، اولا فقر گفتمانی داشتن و الان ورشکستگی شیعه امسال ببینید، خب به بنده خدا باید حقم بدیم، بزرگترین روزخواری تاریخ اسلام در فروردین امسال به این بنده خداها تحمیل شده. بعد از اون با این تحریم انتخابات، بعدم که ما هم که کمپین محرم شرابی رو زدیم که این کمپین محرم شرابی انقدر اتفاق بزرگیه در تاریخ شیعه که این تعداد قابل توجه شیعه زاده بیان بگن درود بر یزید، امام یزید علیه السلام، و لعنت بر حسین پدر گشت ارشاد. و این اتفاقی که البته یک سازیه که در سالهای آینده صداش بیشتر شنیده میشه، یعنی اتفاقی که رقم خورده امسال با کمپین محرم شرابی از اون سازاست که در آینده صداش بیشتر شنیده میشه. خب این تفلکی‌ها امسال هم بعد از اون که بزرگترین روزخواری بهشون تحمیل شده، بعد هم که ورشکستگی شیعه رو امسال تو محرم در کوچه بنبست حسین پیدا کردن، خب این تفلکی‌ها دیگه چیکار کنن؟ مثلا آقای خزعلی ما هم باش مناظره کردیم، نمیدونم شنیدید شما دوستان یا نه، ما فکت می آوردیم، استدلال می آوردیم، تاریخ می آوردیم، ایشون شعر میگفت، داستان میگفت، دیگه یه مش هزیان تحویل ما دادن. 4 بارم باشون تو تلویزیون آقای شهرام و همایونو، یه دو سه بارم توی فضای کلاب باشون مناظره کردیم و ایشون هر جا که کم می آورد فقط یه شعر یا یک بخشی از زندگی حافظ رو در آورده بود که حافظ گفت هر چه کردم از دولت سر قرآن است. حالا بماند که بیچاره حافظ خودش از اسلام در اومده، 10 تا شعر داره برید آقا زرتشتی بشید و برگشته تازه آخرش هم میگه بنده پیر مغانم که مرا از جهل برهانید. اینا رو دیگه نگاه نمیکنه. یه مقطعی از زندگیش که جوون بوده حافظ گفته هرچه دارم از دولت سر قرآن است، آقای غزالی مثلا همینو میگه. دیگه این افراد فقر گفتمانیشون دیگه بسیار نمایان شده و واقعا قابل اعتنا نیستن. میگم در توده جامعه بازی رو ما بردیم. مشکل ما تو بخش سیاسیه، مشکل ما تو بخش اکت سیاسی و حزب سیاسیه که قدرت نداریم. ولی علاوه فرهنگی گفتمان اسلام گریزی و اسلام زدایی و ملیگرایی لحظه به لحظه داره دونه دونه سنگرای روانی جامعه رو فتح میکنه. بازی با ماست. منتها حالا اینجا تو فضای کلاب اینا یه عده روشنفکر دینی و اینا هر چقدر به هم دیگه دکتر مهندس بگن فایده نداره. من چون جز شاگردان جناب داریوش همایون هم بودم، داریوش همایون به ما یاد داد که آقا جان اگر شما حرفی برای گفتن داری، خواهشاً پسمند و پیشمندت حتی اگر دکتر مهندس هستید نذارید، اسم خالیتون باشه، اسم خالیتون بعد معرفتون باشه. اینایی که به خودشون دکتر مهندس میگن اینا بابت ضعفیه که دارن. انا مثلا ما آقای داریوش دولتشاهی مهندس بین المللیه، فقط مایی 15000 یورو تو اون حوزه حقوقشه. خانم من مهندسه و تازه معلم، هم مهندسه هم معلم ریاضی مقطع دبیرستان سوئد هستش. ولی مثلا همیشه خانم من نازنین زرین کلاه، من امید دانا، داریوش دولتشاهی این پسوند پیشوندا بابت این افرادیه که در حقیقت میخوان که یه جورایی خودشونو بولد کنن دیگه، چون حرفی ندارن ولی گفتن. فقط با این القاب مثلا دکتر مهدی خزعلی، آقای دکتر تو اومدی، منم امید دانای خالی بودم. خب ما 3 تا مناظره کردیم عزیزم، استخونات خورد شد. یعنی برید شما اون مناظره رو گوش کنید، یعنی دقیقاً مثل یه سوسک زیر پام محترمانه لهش کردم. ولی خب پرروان جریان مذهبی میدونی شیعه هست و پرروگری و شیعه هست و انکار کردنش و شیعه هست و وقاحت گسترده‌ای که داره و با وقاحت تو چشم ما نگاه میکنه، میگه هر کی با آل علی در افتاد ور افتاد. والا خود علی که 4 سال حکومت کرد، تمام آلش هم در حسرت قدرت دونه دونه یا زناشون کشتنشون یا سرشون بریده شد یا اینکه دیگه به داستانهای دیگه کشیده شدن ولی هیچ کدوم به قدرت نرسیدن. هر کی هم که با آل علی بود الان همین امروز یه دونه اتوبوس چپ شده توی
خود عراق توی جاده سامرا 19 نفرشون مردن، 7 تا افغانی 12 تا ایرانی، اینا مردن و به هر حال اینم در حقیقت دیگه حسین هم بهشون هیچ کمکی نکرد. اینا فقط یه پیشنهادی هم بدم، الان اینا میگن 10 میلیون نفر رفتن اربعین. من خواهش میکنم اگه واقعا 10 میلیون رفتن، اولا چون بضاعت جغرافیایی کل عراق 10 میلیون شوخیه بتونن برن، و بضاعت جغرافیایی کربلا که 79 کیلومتر مربع هست، هم بضاعت جغرافیایی و هم بضاعت شهریش که نه مترو داره نه اتوبوس داره، باورم بفرمایید 40 50 هزار نفر اگر جمع بشن اونجا میترکه. یعنی خود تهران شما 40 50 هزار نفر تهران بزرگ بیان الان جمع شن، شهر میره رو هوا، چه برسه به 10 میلیون. ولی ای کاش که شما راست بگید 10 میلیون رفته باشن. خواهشاً در مرزا رو ببندین، اینجوری هم آمار میزان سن جامعه کم میشه، ضریب هوشی آماری ما میره بالا و امید به آینده بیشتر میشه. از وضعیت زیباسازی شهرم، چون این عزیزان که همه پیرن چهارخونه‌ای، خانومام سگ سیبیل با چادرن، زیباسازی شهرمون رو خراب کردن، شهرمون زیباتر میشه. از نظر آلودگی هوا، چون این عزیزان زیاد اهل حموم و اینام نیستن و دیگه ته چیزی که اگه به خودشون بزنن گلابه و فراری هستن از ادکلون و بسیار بدبو هستن، حضور اینها در عراق حداقل از نظر سالم سازی محیط زیست و آب و هوایی هم به ایران کمک میکنه. خواهشاً ما بعد یه زمانی اگه قدرت رو داشتیم اینا رفتن واقعا اربعین، در مرزا رو ببندیم دیگه برنگردن. اینم به عنوان نزاع گفتم. دمتون گرم. دیگه با اجازه من دیگه شنوندم و خواهشاً دیگه از من سوال نکنید. خب سپاس امید جان. تارا هم میخواست سوال کنه که من نمیبینمش. به هر حال اگه سوالم میکرد فکر کنم تو فرصت نداشتی صحبت بکنی. خیلی خوشحال میشم اگه یه روم بذاری واقعا امید، چون فکر میکنم که خیلی خوب باشه. فقط در همین حد بگم عزیزان دیگه اگه پوینتی میخوان بگن. فردین عزیز فکر کنم دست بلند کردی. پس امید یه 2 دقیقه صبر کن، فردین هم می‌خواد سوال بپرسه ازت اگه لطف. نه اگه ایشون میخوان برند خیلی ممنون که اومدین. بله ماهد درست میگه، یه اتاق بذاریم سوالمون رو بکنیم از جناب امید. خوشحالم که اومدین. خب تشکر میکنم از امید دانی عزیز به خاطر اینکه این فرصت رو گذاشتن و امروز روی این استیج بالاخره صحبت ها و نظرات خودشون رو گفتن و تا یه حدودی ما رو با ذهن خودشون و با باورهای خودشون آشنا کردن. عزیزان که شنونده هستین، اگر که میخواین صحبتی بکنین، به هر حال الان دیگه زمان سوال پرسیدن از امید نیست چون نمیتونن پاسخگو باشن، ولی اگر پوینتی هست که میخواین بگین، دوست دارین ایشون بشنون، میتونین چه کسایی که روی استیج هستن و چه کسایی که تو اودینس هستن بیان بالا و صحبتشون رو بگن. حالا فردین عزیز اگر در قالب سوال نیست و میتونید اون چیزی که تو ذهنتون هست و میخواستید مطرح کنید و میخواید بگید، ایرادی ندارید. به هر حال امید شنونده هستن، میتونید بگید. من میخواستم در رابطه با موضوع بعدی از جناب امید صحبت کنم. ایشون در رابطه با موضوع بعدی چه نظری دارن؟ اوکی، خب پس امید بعد صحبت بکنه. البته در مورد اون نکته‌ای که گفتی امید که چی گفتی هر که با آل علی در افتاد ور افتاد، خواستم بگم که به علاوه بر اون مواردی که تو گفتی، یکی هم خود علی بود که کلا سر رکوع از پشت با قمه خورد و به جای سر احتمالاً با سن مبارکش دو شقه شد. خودش ور افتاد خیلی راحت دیگه. اصلا من اینا واقعا پرروبازی مسلموناست که میان همچنان میگن و نمیخوان کم بیارن، ولی ما میدونیم چجوری باید باشون صحبت بکنیم. چیزی که من یاد گرفتم از پیام عزیز، آره من وارد بحث درون دینی با مسلمونا نمیشم چون اصلا کار احمقانه ایه. آنچه که مبنای علمی نداره چرا باید وارد بحث بشم، چرا باید بهش نقد بکنم؟ من منتقد اسلام نیستم، من نافی اسلام هستم و بر همین اساس فکر میکنم که اصلا به خاطر همین اصلا ما یکی از باورایی که من خودم شخصا پیدا کردم این هستش که اصلا با مسلمان جماعت وارد این نمیشم که حالا بخوام ازش یه برانداز بسازم و یا روش کار بکنم و تلاش بکنم. به خاطر این کار احمقانه به نظر میرسه وقتی این همه کسایی هستن که گذشتن و پا روی این ایدئولوژی احمقانه و تباه و خونریز، احمقانه اصلا واژه اشتباهی بود ببخشید، روی این ایدئولوژی خونریز پا گذاشتن و عبور کردن ازش و
میدونن که اگه بخوان ایران رو نجات بدن باید میدونن که باید از این ایدئولوژی گذشته باشن. اگه از قبل درگیرش بودن به هر دلیلی به هر طریقی، الان باید ازش گذشته باشن تا بتونن که طرف ایران وایسن و اول براشون در باورشون ایران هست، دوم هم ایران هست و سوم هم باز هم ایران هست. پویان عزیز اگر تو صحبتی داری تو رو بشنویم و بعد بقیه عزیزان اگر میخواین مشارکت داشته باشین هند رایز کنید و بیایید بالا روی استیج. پویان صحبتی داری عزیز؟ اوکی. کیان عزیز شما صحبتی داری؟ من دوست داشتم اول از همه تشکر کنم دوباره از این روم خیلی خوبی که داشتید. واقعا از اون بحثی که دور همی اول گرفته بودیم بین خودمون حرف میزدیم و این همه آدم شنونده هم با ما همراه بودن تا تارا اومد و یه سری مباحث رو باعث شد که بچه ها روش بیشتر دوباره حرف بزنیم و بیشتر یادمون بیاد یا به محکمتر بشیم توی یه سری استدلال یا چیزایی که خودمون بهش اعتقاد داریم یا ما نمود میکنیم. و امید دانا هم که جنبمون اومد بازم تایم گذاشته با اینکه حالا خودش مشغولیت خودشو داره و در آینده هم 100% بیشتر بیاد تو رو بیشتر باهاش آشنا باشیم. چون خود من به شخصه یه مدتی پیگیر میکردم اون اوایل که فعالیت میکرد، بعد یه مدتی نه پیگیری نمیکردم و حالا چیزی که خودش میگه استراتژی تو این 2-3 بار گفته و خیلی هم درسته. به نظر من تحلیل درستیه توی یه سری کارها. حالا غلط و درستشو آیندگاه می نویسن دیگه، ولی از نظر من اوکی. ما با یه حکومتی سر کار داریم که از همه نوع ترفندی داره ملت ما رو خر فرض میکنه و ما هم باید از همه نوع ترفندی استفاده بکنیم که اینا رو به عقب برونیم، حالا به هر مدلی، یا بهشون چیز بشیم، بهشون فشار بیاریم و نذاریم که اینطوری پیش بره. و حالا میگم قبل از اینکه امیدم بیاد یه سری حرفا بود تمام درست بود، ذهنم بیادم نمیاد واقعا، ولی خب توی استیج هستم کمکت میکنم ماهک تا اونجا که بشه. و واقعا از این روم مثل این روم بارها زیاد داشتیم و از این روم ها همیشه داریم. ما تنها رومی هستیم که امید جان اگه ببینی در تایملاین، من خودم 3 سال تو کلاب هاوس هستم، که واقعا داره آزادی رو از همه مواضع درست داره میگه و خیلی ها که اصلا هیچ استدلالی ندارن یا هیچ چیزی مفهومی ندارن توی اروپا زندگی میکنن. تا تو سوئد رو میگی، من نروژ زندگی کردم 25 سال تو نروژ دیگه. توی انقلاب زن زندگی آزادی دیدم که چه خبره. ایرانیایی دیدم که اینجا 40 سال زندگی میکردن، ادعای حقوق بشر، ادعای آزادی و اینا رو میکردن و آزاد خواهی و زن زندگی آزادی، ولی در عمل تو خانواده خودشون یه دیکتاتور بودن، چه برسه دیگه خیابون های اینجا، و داشتن فقط یه مدلی همون کارهایی میکردن که بسیجی‌ها واسه خامنه ای میکنن، سرکوب میکردن. و اینم باعث و خود منم که از وقتی که به گفتمان براندازی به طور ثابت جوین شدم هر روز دارم یاد میگیرم. حالا به قول خواب غفلت، حالا آراد جان، که واقعا ما داریم تفکراتمون رو قوی میکنیم، داریم مسیری رو پیش میریم که میدونیم این مسیر خیلی سخته و پیچیده است، ولی 100% این جنگیه که شروع کردیم و روز به روز داریم بیشتر و بیشتر میشیم و قوی‌تر میشیم و همراه‌های محکم‌تری پیدا میکنیم. این خودش خیلی نقطه خیلی مهمیه توی چیز. و یه چیزی که امید تو من بارها شنیدم میگی کلاپاس ضعیفه یا که جایی نیستش که فقط وقت میکشه. خب درسته وقت میکشه، ولی خب چه روم هایی آیا میخوای ببری توش بشینی فقط مباحث حکومتی ها بشنوی که واقعا الان 80-90% حکومتی ها این تو هستن با اینترنت سریع، و این نشون میده که حکومت واسش این فضا مهمه که اینجا نفوذ کرده، داره سعی میکنه مردم رو سر کار بذاره. و ما هم داریم سعی میکنیم نذاریم این روم های حکومتی، چه از نوع کراشیابیش، چه از راه مازی مافیا که میگن به مردم اینجوری نفوذ میکنه، آشنا میشن باهاشون و مردم رو داخل ایران اذیت میکنن یا در خارج.
یا از روم های دیگه مبتذلی که واقعا دارم، واقعا مبتذل دارن اولش. یعنی من خودم 3 سال توی فضا هستم، دیدم این چیزا رو. و آدم های همون آقای مدرسی که میگی قبل از اینکه سر از تخت در بیاره بشه یه آدمی که هر روز پروپاگاندای رژیم رو برونه این برابر واسه خودش رومدار بشه، آدمی بودش که توی کلاب های دیگه که یکی از همون کلاب ها من بودم توش، یا منم مثلا کریتورش بودم، اونجا میومد میرفت و خیلی زبون نداشت واسه حرف زدن و الان شده یه آدمی مدعی شاخ مجازی با 200,000 تا فالوور که 200,000 تا مثلا نداره کلاپاس ایرانی. من نمی‌دونم کجا آورده این همه رو. و حالا معلوم که هست، ولی خب کلا میگم از این آدما زیاد هستن، ولی واقعا یه همچین پیام توی این روم هستن یا خیلی آدمای دیگه فیلمایی داریم، خیلی بچه‌ها که من رو استیک هستن، یکیش نام ببرم خیلی نوید، همه محکم معانی رو میدونن، هم از داخل ایران هم از بیرون ایران، دارن با جونشون بازی میکنن و جونشون رو گوشن وسط. یعنی سری چیزایی وایستادن که همین سوئد و نروژ اگه شما همین حرفا رو توی پابلیک بزنی جون در خطره، به خاطر اصلا این قشر وحشی مسلمان دیگه. خودت این چیزا رو 100% دیدی و همه هم داریم محکم بازی میکنیم و محکم میریم جلو و این یه کار تیمیه و همفکری آزادیه. بیشتر بیاد تو جمعمون، بیشتر بچه‌ها مسلما همشون خیلی حرفا دارن بزنن، خیلی سوالا هست واسمون و تو هم تجربه خودت داری، خیلی هم خوبه که با همه حرف بزنیم و یاد بگیریم مثلا دیگه. دمتون گرم ماهک، من دیگه حرفی ندارم. کیان جان، من خیلی دوست دارم بیشتر میام کلا تو این کلا سر جمع شاید 15 بار کلاب اومدم. البته امشب خیلی اتاق احساس میکنم که سطحش بالاست علاوه گفتگو، ولی اصلا به صورت خیلی عجیبی رندوم هر اتاقی رو گوش کردم یا هر وقت خودم هم اومدم فضای خیلی مبتذلی اینجا داره. بعدش که اصلا میرم بیرون میگم خدایا چرا اصلا وقتم تلف شد تو کلاب اینا. یعنی یه فضاییه که خیلی خیلی چندش آوره. ولی خب امشب الان من اینجا داشتم گوش میکردم، یه ظهرم اومدم یه چند دقیقه گوش کردم اینا، الان دارم گوش میکنم. واقعا خب معلومه سطح بالاتر و گفتگوها خیلی بهتره، اینا واقعا گفتگوها خوبه اینجا. ولی یه فضای عجیبیه این کلاب. به خصوص این هواداران رضا پهلوی هم هر جا برسن یعنی رسما میتونن که یک تنه همه جا رو به کثافت بکشونن. باور نکردنی این جماعت. ببخش. با خریدن موافقم، یعنی دیگه دیدمشون توی خیابان‌های نروژ، دیدمشون دیگه از این بیشتر، چه برسه تو کلاب و چه توی فضای مجازی که واقعا خرابن. ببین عزیز، من از دست اینا یعنی انقدر وقتی که میدیدمشون بلاحتشون رو تو استکهلم میدیدم و بعدم رفتم ونکوور اونجا بلاحت این جماعت رو میدیدم، با خانومم گفتم کجا دیگه اینا نیستن، ایرانی نیست دیگه. گشتیم جزایر قناری، یعنی الان اینجا هستم ایرانی نداره، حداقل اینا رو تو دنیای فیزیکی نمیبینم، یه خورده راحت ترم. چون سطح بلاحتشون، همین دیشبم زنگ زدن تلویزیون من و تو الان 2-3 تیکشو بچه‌ها برای من فرستادن، هنوز کامل یعنی وقت نکردم برسم به گوش کنم، احتمالاً گوش نکنم. طرف زنگ زده وای شاهزاده عاشقتم، شاهزاده قربونت برم، شاهزاده چشات چقدر قشنگه. یعنی اصلا حالم بد میشه، یعنی یه حس چندشی انگار یه سوسکی داره رو پوست بدن من راه میره. تا این سطح حالم بد میشه که این جماعت رو میبینم و دلم هم براشون میسوزه و میگم اگه میشه یه انسان، اونم این تعداد، هم هواداران خامنه ای هم این آدم، تا این میزان واقعا تباه باشن، باور نکردنی هن. یعنی همچنان مگه میگم این حجم بیشعوری چجوری تو کله اینا جا شده که 44 سال طرف شما رو منتر خودش کرده، شما نمیفهمید. واقعا باور نکردنیه. ببخشید. دمت گرم. منم همین نظر رو دارم سر همین مسائل. یا من حتی با فامیل خودم، با پدر خودم بحث میکنم سرش. آدمایی که فعالیت میکنن این چیزا رو میبینن و واقعا تو خودت هم خودت خیلی فعالیتایی داشتی، یه قشنگ دیدی شد، چه تو خیابون چه توی فضای مجازی که الان خودت واسه خودت کانالی داری. و میگم منم اگه فعالیت نمی‌کردم شاید این چیزا رو نمی‌دیدم، فقط یه ویترین یه آدم می‌بینیدم که فقط میاد خوب حرف میزنه یا یه حرفای تکراری میزنه. ولی الان واقعا موندم همین امثال آدمایی که دیروز داشتن روی این زنگ می‌زدن اینجوری واسش می‌مالیدن، واقعا موندم اینا انتظار دارن چیکار بکنه. و متاسفم واقعا. ولی میگم ما کاری که شروع کردیم داریم نه فقط آگاه سازی، داریم خودمون رو قوی تر میکنیم و دوستایی هم که به اون جا میشن همه تقریبا توی یه سطح فکری هم فکریم.
حالا با همدیگه موافق نیستیم تو خیلی مسائلاش، ولی تو اون قسمتی که موافقیم اما قوی کنیم و این میشه در دراز مدت 100% یه اسلحه محکمیه واسه انداختن هر نوع فرقه پرستی یا هر نوع شخص پرستی تا به اون نقطه برسیم. دمت گرم. من دیگه چیزی نمیگم، به کارت برس. دوستای دیگه هم شاید بخوان حرف بزنن. مرسی که وقت به من دادید و روم قویه بود. سپاس کیان عزیز. میخواستم ببینم از عزیزان دیگه اگه کسی صحبتی داره صحبتاشو بشنویم تا امید من این هستم. صحبتی دارم، میشه بگو. صحبت کنم؟ صدا میاد؟ بله بذار یه بله لحظه بگو. میکروفونمو قطع کنم. ببین یاد چند وقت پیش داشتم بهتون میگفتم همه این فضا داره به من تلقین میکنه که جامعه من خیلی عقب افتاده و داغونه. یعنی ببین کل جنگ نرمی که تو این فضا دارن میکنن برای اینه که به من ایرانی که مثلا واقعا تو فقر بزرگ شدن، خب ولی مدرنیته رو لمس کردم. بابا من دیگه در این حد سطح شعور دارم. سال 57 مردم شاه رو به خاطر سلطه و سلطنتی که داشت برانداختن. حالا انقلابشون کار نه، من الان باید تکامل انقلاب قبلی ما بکنم، نه اینکه دوباره برم همون گویی که چه میدونم یکی دیگه اومده ریخته یه غلط دیگه ای کرده رو بیام دوباره جمع کنم، دوباره همونو بذارم سر جاش. واقعا همه جا داره تلقیم میشه که آره ما آقا جان ما از هم دیگه بیخبریم. هر کسی امروز تو ایران داره به زندگی بهتر فکر میکنه، زندگی بهترم تو رفتن میبینه. انقلابی و مبارز خیلی داریم، کسایی که سرنوشتشون تو ایرانه میدونن تو ایران خونه اول آخرشون معلومه براش مبارزه میکنن، منتشل همه از هم دیگه بیخبرن. آیدانا یه قشری از جامعه ما خودت میدونی امروز لنگ نونشونن دیگه، چه برسه به اینترنت داشته باشن بیان بشینن تو این فضا. ولی میبینی جمهوری اسلامی خوب میاد تو همین کف تایملاین کلاب هاوس یه سری روم رو میذاره که انگار نه انگار یه انقلابه، انگار نه انگار همین چند روز پیش لیدر انقلابیمونو برداشتن با 3 تا حکم اعدام زیر شکنجه کشتنش. تو تلویزیوناشو مینویسن آخ جواد روحی به جرم رقصیدن کف خیابون، جرمش رقصیدن بود، که مردم نفهمن داره چه بلایی سرشون میاد. این مردم اگه واقعا میفهمیدن چه بلایی سرشون میاد، اگه توی توهمی زندگی نمی‌کردن، اگه توی خلأ اینترنت زندگی نمی‌کردن، مسلما مثل من و شما آگاهی داشتن، مسلما مثل من و شما می اومدن همین حرفو من به تو میگم خوابوندیمش کف فضای داده. با یه سرچ میتونی راهکار عملی براندازی حداقل تو گوگل پیدا کنی. آقا جان الان تو ایران همه دارن به زندگی بهتری فکر میکنن، همه به مهاجرت فکر میکنن، به اینکه الان آیلتسشون رو نمیتونن برن بدن. اونایی که میخوان انقلاب کنن خیلی مشکلات دیگه ای دارن، خیلی مشکلات جدی تری دارن. اونی که واقعا تشنه انقلابه امروز تو این کلاب هاوس نیست، خیلی واقعا نیست. ما اینجا پیام دیگه چه جوری بیاد بگه 99% کل این فضایی که میبینی از مادر زندگیشونه. ببخشید من اینطوری میگم، چیزیه که هست. اصلا بسیجی پولش میدم میون بشینه اینجا رومه نمیدونم جذب فالوور میذاره، رومه نمیدونم سیغ زادگی میذاره، ماندونا حججی اینجا اومده چند بار تالا پاره پورش کرد. 3 سال امید زندگیمو گذاشتم رو این فضا. برای چی گذاشتم؟ برای اینکه یه سری شهروند داوطلبانه دارن اینجا همون چیزی که تو میگی دنبالش میگردی و هیچ ایده‌ای براش نداری یا اجرا میکنن. به واسطه کی؟ همین آقای پیام فضلی که میبینی مدیر ارشد، سوادشو داره، پولمیکس بلده، خیلی چیزا بلده، به هممون یاد داده بدون اینکه یه قرون پول ازمون بگیره. و ما هم اینا رو داوطلبانه رفتیم به صورت درس گفتار آماده کردیم. حتی پیش گفتاراشو بعضی از بچه‌هامون گفتن. همین چند روز آینده قراره یه ویدیویی از حزبم بیاد بیرون، از اعضای حزب، و ما واقعا کار عملی کردیم، کار عملی که اپوزیسیون تو این 44 سال تو خوابم نمیدیده. این کارا رو بکنه. اصلا به عنوان اینکه صورت مسئله‌ای بخواد داشته باشه که بره دنبال راهکار بگرده براش، اسلام در هسته‌های قدرت رو شناسایی نکرده. عزیزم کلامون پس معرکه است. یعنی اگه بخوایم به اینا بگیم اپوزیسیون، کلامون پس معرکه است. 44 سال ما داشتیم نسل کشی می‌شدیم تو ایران، اینا خفه خونه مرگ گرفتن. حرف چی کشک چی؟ اصلا رضا پهلوی واقعا من نمیدونم
چجوری واقعا به خودش اجازه میده که بیاد تو این فضا قد علم کنه اصلا. آقا سکوت کسی که میاد تو تلویزیون میگه اگه بنا به اسلام ستیزی باشه همون بهترین رژیم بمونه، این واقعا امروز نباید حرفی اصلا برای گفتن داشته باشه. ولی میبینی با این تلویزیوناشون دارن رهبر میتراشن تو پاچه من اینا تو پاچم نمیره. من وقتی مجید رضا رهنورد رو میبینم، محسن شکاری میبینم، سارینا رو میبینم، سارینا اسماعیل زاده این یوتیوبش که نگاه میکنی اشک از چشات جاری میشه. بچه 16 سال اینقدر میفهمه. من قبول نمیکنم گفتمان جامعه اینقدر داغون باشه. من قبول نمیکنم چیزی که کف تایملاین کلاب هاوس مردم ایرانه، یه قسمت کوچیکی از مردم ایرانه. من سال 83 لنگ 200 تک تومنی بودم برای 10 تا دونه نون، پدرمو از دست دادم. ولی امروز حداقل دستم به دهنم میرسه، خیلی چیزا فهمیدم، تو دل اسلامم اومدم بیرون، مداح بودم، مکبر بودم، معظم بودم. با منی که مثلا دارم با شما صحبت میکنم، وقتی به من میگی سردار سپاه و بعدی رو براش بذاری، من میگم سردار سپاه همین امروز میتونه پاشو بشکنه نره سر شغلش. اگه شرف داشت تو وجودش، اگه سرباز ایدئولوژیک نبود، اگه برین واش نشده بود، اگه واقعا یه مادر جنده سپاهی نبود، پاشو میشکست نمیرفت سر کار. عزیزم خیلی استدلالای دیگه میتونم برات بیارم، خیلی کارهای دیگه اینا میتونستم بکنن که کار به اینجا نرسه. منتهاش ما انگار خواب غفلت واقعا خیلی سال بردتمون. انگار واقعا فکر میکنیم همه دیگه اینجوریان، همه این عقب افتادهای کلاب هستن. واقعا اینطوری نیست. من جز عقب مونده ترینا بودم بیدار شدم. امروز بیدار شدم اینجا فریاد آزادی خواهی دارم. نشستم 3 ساله دارم زندگیمو گذاشتم. برای چی؟ چون بهش باور دارم. برای اینکه به براندازی باور دارم. اگه 10 میلیون نفر که میشه سیل اقیانوس عظیمی از انسان واقعا این باور منو داشت و به زندگی بهتر تو مرزهای بیرون از ایران فکر نمی‌کرد، به نظرت خیلی زودتر سفره اینا رو جمع نمی‌کردن؟ چرا؟ الان خیلی تو ایران میدونن اسلام دروغه، اسلام دروغ گوبلزیه، خیلی ها میدونن چرت و پرت محضه. منتهاش میگم ما آرمانای مشترکمون رو هنوز نذاشتیم کنار هم دیگه باش کارگروه بسازیم، تشکیلات درست کنیم. چرا؟ چون هیچ اپوزیسیونی نداشتیم، خودمون باید بکنیم، خودمون اپوزیسیون واقعی. فریدون فرخزاد دقیقاً حرف پیامی حرفو که به من زد مثلا دگرگون شدم. فریدون فرخزاد این جمله طلایی داره، میگه اپوزیسیون واقعی اون ایرانیه که امروز توی خاک ایران به کاوه آهنگری میشه، درفش کاویانی رو برمیداره بقیه رو با خودش همراه میکنه. من چه شد دلم فقط به اون کسایی که تو ایران میگن نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، میگن نه اینوری نه اونوری، کیرم تو بیت رهبری، میگم بسیجی سپاهی داعش ما شمایی، میگن نتم شده تیریجی کس ننت بسیجی. شغلا رو داریم تو ایران میشنویم. من امیدم به ایناست، من باورم به ایناست. من مطمئنم اون کسایی که امروز میرن تو مدرسه ها بچهای مردم رو شیمیاییشون میکنن، مسمومشون میکنن، هیچ وقت نمیان دست از اسلامشون بکشن، هیچ وقت نمیان دست از هسته‌های قدرت بکشن. چرا؟ چون باید در مقابله دادگاهی که داره جنایت علیه بشریت میکنه، داره قضاوت اینو میکنه، پاسخگو باشن. کدوم احمقی از اینا میتونه بیاد یه همچین چیزی رو به جون بخره وقتی میدونه چه بلایی در انتظارشه؟ عزیزم اینا جنایت علیه بشریت کردن، رویاها و زندگی های ما رو بردن، آقازاده هاشون رو فرستادن تو بهترین جا زندگی کردن، پوست ما رو کردن، مردم تو گور میخوابن. مگه من از اینا کوتامی میدونی این بچه‌هایی که کشتن چه آدمایی بودن، چه کسایی بودن اینا که اینا کشتنشون؟ میدونستی میشد چه کارایی با اینا بکنی؟ این ضربه ها که اینا زدن جبران ناپذیره. این انقلاب تو تهش به نقطه‌ای میرسه که اینا بین مرگ و زندگیشون یه راه بیشتر ندارن، اونم اینه که خودشونو به مردم تسلیم کنن و مردم اون دادگاه مصلحه رو بهشون بدن که حداقل خانواده‌هاشون در امان باشن. من نمیگم میتونی سرچ کنی هشتگ اخطار به سرکوبگر، این داره رواج پیدا میکنه مثل همون عمام پرانی. من نیومدم بگم عمام پرانی بکنینا، هیچکی نیومد به مردم بگه بیاین تو خیابونا. به نظرم این معادلاتی که شما میای حساب کتاب میکنی روش، به نظرم یه پیش‌فرضایی داره، چون پیش‌فرضا غلطه، نمیذاره شما واقعیتی که داخل ایران رو بتونی بررسی کنی. میدونی تهش این 11 میلیونی که شما میگی طرفدار خامنه ای ان، مگه چند میلیونش مسلحن؟ قرون من
واقعا چند میلیونش مسلح؟ واقعا نمیدونم چه جوری بگم چرا اینطوری انقدر اونا رو نگاه میکن. من فکر کردی چقدر میتونن در مقابل یه سیلی عظیم از انسان ها کشتار را بندازن؟ تهش اینه که مردم ایران پیروزن. تهش اینه که من وقتی جنگو میبرم تو ذهنم میبینم هر جوری که حساب میکنم ما پیروزیم. اینا دارن وقت میکشن. اگه دستت بهشون میرسه اگه حرف تو رو میشنون بهشون بگو دارید وقت میکشید، دارید فقط بی خودی برای خانواده‌هاتون خودتون شهر میخرید، میاد تو شهرک اکباتان داد میزنید میگید ما گوش بچه‌ها سر بچه‌ها خودمونم میبرید. اینا گو خوریه. برن عکس‌ها همون 57 ببینن همین مردم وقتی ریختن تو خیابون چیکار کردن، خودشون چیکار کردن. بدتر از این میشه. اگه ازم نگرانی داری بابت این، واقعا باید بری باشون اینطوری صحبت کنی. من نمیدونم ما چقدر باید موضع ضعف صحبت کنیم، چقدر باید فکر کنیم کمی. این فضا کامل میخواد اینو به من القا کنه. من نمیپذیرم، واقعا نمیپذیرم. وقتی سارینا این جوونا رو میبینم، تو خودت میگی جواد روحی کف خیابون رفته قرآن میسوزونده تو ایران. من نمیتونم بپذیرم من تو موضع ضعفم. ببخشید من زیاد صحبت کردم ولی لازم میدونستم این حرف رو به شما بزنم. خب سپاس خواب غفلت عزیز. فکر نمی کنم امید بتونه صحبت بکنه. یه دقیقه صحبت میکنم بعد میتونیم خداحافظ. بله بله الان بله دارم بله البته ماکارونی هم مرسی دارم درست میکنم ولی یه دقیقه مرسی صحبت نوش میکنم جونتون. برم. زنده باشید. نه صحبت رو شنیدم. صحبت این دوستمون خب خیلی چیز هست. میدونی از روی احساساتی هستش که خیلی هم قشنگه و یه بخشش هم خب واقعیت هاییه که به هر حال رخ میده. یعنی این نظام چه ما ببینیم، من یه نکته رو بگم، تو یک فضایی هستیم که خدا هم اگر بیاد به این نظام کمک کنه به هزاران دلیل این نظام دیگه نمیتونه پا برجا بمونه. یعنی اصلا صحبت هایی که مطرح میشه، حالا بعضیا میگن آقا یه عده رو فرستادن که بخوان این نظام رو نجات بدن یا بحثای دیگه. این نظام نجات پیدا کردنی نیست. و مسئله بعدی اینه که هر کسی که داره امروز اسلام ستیزی میکنه در چارچوب ملی داره کار میکنه. اولا یادتون باشه هیچ زن و شوهری هم حتی و هیچ برادر یا خواهر، دوتا فرد نزدیک هم هیچ وقت نمیتونن عین هم باشن. ولی روی یک سری اصول خیلی مهمه، روی یک سری اصول و یک سری اهداف میشه همه با همدیگه کنار همدیگه نزدیکتر بشیم برای یک هدف بزرگتر. امروز این اتفاق گفتمان اسلام ستیزی بر پایه ملیگرایی رو ما با بچه‌هامون اینجوری فکر کردیم هر کی داره به هر حال باید در یک سری مقاطع، یک سری پروژه ها اینا ائتلاف کرد. یعنی این یعنی که هی حرکات ها رو بتونیم بزرگتر کنیم و این گفتمان بتونه جدی‌تر بشه. اما خواب عزیز ببین، من حالا صاحب منم تا چند سال وارد فضای سیاسی شدی گفتم من 22 سال پیش اولین بار زندان رفتم. یه شخصیتی هم هستم که نیازی هم ندارم بخوام برای خودم پروفایل باز کنم. یعنی با یه سرچ ساده کلی مطلب از من، نه که خودم منتشر کردم، دشمنام اصلا منتشر کردن، وجود داره. من یادم رئالیم، واقعیت ها رو بررسی میکنم. این صحبت هایی که میکنی بخشش هم درسته از نظر من، بخشش هم خب یه مقدار احساساتیه، یه مقدارم فضای کلاب و اینجور فضاها یه زمانی ماها، چون اصلا یه مشکلی که این اپوزیسیون داره ادعاهای خیلی گشاد و خروجی هایی در چارچوب عملگرایی بسیار باریک بوده تو این 44 سال و این باعث افسردگی شده. من نگاه میکنم که گفتم جیبم چقدر بعد سفارش میدم. الان مثلا شما داری صحبت میکنی، من نگاه میکنم خواب عزیز و یه بخشی از دوستان که قابل توجه عکساشون رو پروفایلشون نیست. خب ببین، من میگم به این اندازه ما باید بتونیم اون ادعا، ما امروز کاری که میتونیم بکنیم از نظر فکری بذر سخنه. یعنی همین که شما صحبت میکنی علیه اسلام، به این میگن بذر سخن و این کمک میکنه به جنبش. یعنی ادعایی فراتر این باعث لوس شدن قضیه میشه که تو این 44 سال ما داشتیم. مثل این آقای حخا بود میگفت آقا من دارم میرم ایران رو نجات بدم. تا 2 ماه دیگه هواپیما، شماها یادتون نمیاد ما مال سال 80 رو بهتون بگم 84 5 خورشیدیه، گفت من هواپیما دارم میگیرم برم ایران. تو ماهوارم اومده بود دیگه. اصلا یه فضای، ببین اپوزیسیون اینجوری لوس شد. این فضایی که امروز به وجود اومده سر ادعای خیلی بزرگه. من تو زندگیم تو این 22 سال یاد گرفتم
ادعای کوچیک کنم ولی تو عمل خیلی کارم بزرگتر از اون ادعام باشه. مثلا وقتی که میام اعلام میکنم نمیگم ما الان میریم همه رو میزنیم در به داغون میکنیم، اعلام میکنم آقا کمپین محرم شرابی. یه دفعه تو اوج این که تازه من داشتم تخریب میشدم کمپینی شد که بعد اومدیم گریه کردیم آقا تو رو خدا دیگه ویدیو نفرستید دیگه نمیرسیم. یا اینکه بدون ادعای آنچنانی چند تا هسته مقاومت درست کردیم و در عمل رفتیم این آمران به معروف و کتک زدیم. این دیگه حرف من نیست، دیگه اونایی که کتک خوردن تو صفحه هاشون دارن مینویسن و سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا اومد، شما بزن سرچ کن دنبال پیگیر بحث حقوقی من و مسائل دیگه. یاد گرفتم که یعنی من نمیام خیلی داد و بیداد کنم آی ما میزنیم میکشیم، میگم یه جاهایی، ولی یاد گرفتم که ادعا باید همیشه کوچکتر از عمل باشه. یعنی عمل، اون عمل هستش که اون اعتبار به آدم میده. وگرنه تو این 22 سال انقدر دیدم همه ادعای بزرگ ولی خروجی ها بسیار نازل و این باعث لوس شدن میشه. اما من احترام میذارم به این مدل تفکری که دارید جلو میبرید. هر شکلی که هر کسی تو این شرایط اسلامو بزنه تجزیه طلب نباشه. من حتی هوادار رضا پهلوی هم باشه باز میگم دمش گرم. یعنی امروز چون مشکل و درد این جامعه اسلامه، هر کی اسلامو بزنه و تجزیه طلب نباشه حتی اگر هوادار رضا پهلوی هم باشه من میتونم تحملش کنم. با اینکه از رضا پهلوی نمیخوام بگم متنفرم، چون شما از یکی متنفر میشه ارزش تنفر داشته باشه. رضا پهلوی واقعا حیف تنفر ما هم هستش که بخوام تنفر داشته باشیم. یعنی این اساسه. و اینکه شما جناب خواب نقش خودتو تو همین بذر سخن میتونی خیلی خیلی داری قشنگ میبری جلو، دمت هم گرم. این خودش کم چیزی نیست. باشه تو جامعه ای که سر اسلام ستیزی مردم رو اعدام میکنن شما اینجا وایستادی داری ضدیت میکنی با اسلام، صدات هم کارت صدا نذاشتی. یعنی به هر حال یعنی این سطح از بالاخره چیز وجود داره. من میگم در این حد و اندازه‌ای که الان داری انجام میدی دمت گرم و این خودش کمک میکنه. به هر حال دمتون گرم و سپاسگزارم که گذاشتید صحبت کنم. خیلی لذت بردم. تلاش میکنم که هر سری اومدم کلاب شما اگر اتاق داشتید حداقل بیام تو آدینس گوش کنم و یا نهایتا بیام رو استیج یه چند دقیقه‌ای مزاحمتون بشم و وقتتون رو بگیرم. زنده باشید. دمتون گرم. خواهش میکنم امید جان. حالا اگر که الان فکر میکنیم تو برنامه پیش روت هست از یه روزی رو که بتونیم به ما بگی که بتونیم روم رو اسکیجول کنیم خیلی ازت ممنون میشم. حالا ولی اگه الان برنامه مشخص نیست میتونی با پیام هم هماهنگ بکنی. تو همینجا توی کلاب به من پیام بدید اینا تو هفته دیگه، حالا تا 2 هفته دیگه با هم هماهنگ میکنیم دیگه. و امید جان من علی خوبه باشه، مزرعی پس من هستم براتون عکسمو پیام میذارم. من بهش بسیار بگم. عالی. امید جان من علی مزرعی چه نمایید. هستم عکسمو گذاشتم روی پروفایلم، بعد هست پروفایل اول من اسم و فامیل واقعیمه، عکس خودمه. من بیرون از درود بر ایرانم شما. زندگی میکنم تو هلند. یعنی من خیلی وقت این کارو میکنم از اولی که فعالیت کردم تا به امروز، میدونی. هر زمان مسیرت خود جزایر قناری بیا من یه سر ببینمت. باشه تو از باشه هلند زیاد حتما میاد بچه‌ها. حتما. حتی فکر کنم بسیارم شما عالی. زودتر بیاید آمستردام، میدونی. من پامو اروپا نمیذارم اصلا. کلا از این جزیره الان به من راستش پلیس گفته تا جایی که میشه فعلا پاتو از جزیره بیرون نذار. ولی اگرم بیام میتونم اتحادیه اروپا بیام، ولی از اروپای سرد و ابری دیگه خسته شدم. اینجا تابستوناش خیلی گرمه. بله اومدم آمستردام، اومدم یه دو سه تا هم شما یه سرچ کنی امید دانا من سخنرانی میدونم پادشاهی اومدی، هلند. من بله میدونم سخنرانی اومدی داشتم شده اونجا میگم سالها میای. دیگه. دیگه سرد فعلا دیگه. انقدر سرم شلوغه نمیتونم الان. والا حسن من وقت کنم از خونه برم بیرون، از خونه وقت نمیکنم برم بیرون. خب عزیزان، امید جان من توی بک چنل بهتون پیام دادم، اگر که چک کنید اون رو و اگر میشه، چون فکر کنم که برام بک چنل شما پیام زیاد بیاد، می‌خواستم فقط حواستون باشه که اون رو مد نظر نه تو داشته چک کردم باشید. همین الان پیام اوکی دادم یه درود اوکی فرستادم. اوکی مرسی ممنونم. خیلی بسیار ممنون عالی. که شرکت داشتین. ممنون. قربان شما زنده باشی. خیلی خوشحال شدم پیام جان، خیلی دمتون ممنون، سپاسگزارتونم. سپاس. بکنم پیام دیگه بیهوش شده کاملا. من از طرف ایشونم خدافظی بله میکنم خیلی ازتون، ممنون، لطف سپاسگزاری کردی. میکنم. پاینده ایران مرسی زنده ممنونم. باشی. بدرود، شب و روزتون خوش.